سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های خوبیش. نعمت‌های ارضی و سماویش، از اون جمله بزرگترین، بهترین و بالاترین، افضلترین نعمت پروردگار نعمت ایمان است. ایمان. این من چند بار تکرار کردم، این شما علمت خوب میدونید. انسان ایمان نداشته باشد، تمام دارایی‌هاش، تمام عقل خشنگیش، دانشش، ثروتش، همه چیزش ناله، هیچ فایده نداره. بهترین، افضلترین و بالاترین نعمت و خوبی پروردگار به بندش انم ایمان است. رختون میدونن که دنیا در روزه است و باقی میمونه و در کار میشود ایمان که در آخرت است. اما بعد موضوع ما در اطراف صحبت اکرام سبحانزاده، رئیس авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки навор шама имрӯз дар саҳифаи ютуби партофтем гуфтем қариб 40,000 тамошош кардан, яъне ҳамватанои мо шумо шояд ҳамаш бошанд. 1100 лайк зиёдтар гирифт, 97 дизлайк дошт, яъне ки шояд розӣ набудам, қариб 800 та комментария дошт. ва мо تصمیم گرفتیم که همین شب همین برنامه را با خنده سر کنیم، با خنده تمام کنیم. یعنی یک محفل خنده‌اش بگذاریم. اونجا کامنتاری بود که قریب شد من یک 50 تا کامنتاری دادم، فقط خنده جواب دادم. ای خنده را چه شیدم. برای همین کامنتاری جالب شد. ما دوباره در جمع خونم که یک جای باحال یا بخندیم یا یک مسخره هن. نگاه کنین میمون بازی میگیم، نه؟ میمون بازی. یا الکی ما یورا یک چی به حساب کنیم، میمون شو حساب کنیم، ما باید یورا باولی بخندیم. یورا یک لختک میگن شو یک سیرک خیال کردن در مردم ها. در سیرک بازی میکنن سه چهار حیوان، مردم میخنده باولشون کو، یا که مردم هشون با یک طرف میگیرن یا همتری کردگیان. خب در نوار تماشا کردگی هستین، نمی زیاد نفری که تماشا دارین مرا. در نوار یکمی اوبایدلویف بگم، اوبایدلویف میشناسیمش، اینمی حرامی، اینمی بدبختی، بیناموس و بشرف. 2014 ماهای اکتبر بود یا اوگوست، نخشانه میدونم، با هیئتی تمامی مقامداران حکومتی بلندپایش روسیه رفته بود. اوبایدلویف حتی رئیسای ولایت هم رفتگی بودن، در گردش دیدن رئیسای ولایت هم. برای چی رفته بودن؟ این گپا الکی تکراری میشه. شما میدونید که مردم یا که مهاجرا هموطنان ما و شما اعتراض کردن. اگر با اشکارتر بگم، حرکت سیاسی گروه 24 با سازمان احیای تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه اعتراض کردن، میتینگ ها تشکیل کردن. رژیم ترسید، واقعا ترسید، درها دوام اومدن سجده کنان به نزد خوجه خارجیشون پوتین که بگی که چی گپ شد، این قدر یا با میدانو میبرویند یا کیان چیان. در همین جا اوبایدلویف چی گفت؟ دعوت به شکرانه کرد، دعوت به آرامی و تنجی کرد. اونم نوارش که خصوصا به همه مهاجرا ربط دارد. چی میگه؟ میگه در تمام دولت ها میگه 240 میلیون 250 میلیون مهاجر چرخ میزنه، یعنی مردمی کره دنیا، یعنی هجرت میکنه طرف و طرف برای زندگیشون. و در اینجا بیناموسی روی که میگردن میگه که چی؟ ما میریم در دولت کار کنیم. میگه در اینجا رحمانوف گناهگاره، اوبایدلویف گناهگاره. نمیگه، با خودش جواب خود چمیتا. امام علی گناهگاره، تو اوبایدلویف باید جواب میگفتی، تو باید جنایتکاری، تو باید ترمه بشتی، اما آدمی نزدیکی رحمانوف که هستی تو زندان نشدی. اگر نه در جای امام علی دیگه کس می اومد و بیا تو حتما زندان میشه و باید بشه. تو همون بیناموسی، تو همون بشرفی قانون ها را میبروردی و در مقابل مردم با شدت مبارزه میوردی. تو هموی تو دیگه نشده، دیگه نمیشه. بشرفی باید تو ایرا بدون ما در دولت کار کنیم. گجاده توزی ما میگفتی که ما نمیمونیم، ما هم جده نفری ما امام علی شریف وای ای روز اول بدیم ایتاوتا ما نمیمونیم. تو در جایی هستی که نمونی، تو در جایی هستی با خلاصگر تو زار شده، با خلاصگر او باید لفته زار شده. تو نفس کشیدن ده تو ترس داری، میترسی که نشا که همین امام علی خیانت کنه، پروتکل جزیر کنه. تو میترسی هستی، تو همون بیناموسی. مردم باید یه را فراموش نکنن.
عبیداللهیوف 20 سال رئیس مجلس ملی مجلس عالی بدی را بدونه، یعنی تمام قانون هایی که میبردن چه علیه مردم و چه علیه اسلام دین مردم، این در همونجا قانون قبول میکردگی اجازت میدادگی همین بود. غیر از اینکه 20 سال زیادترک رئیس شهر دوشنبه بود، غیر از اون وظیفش. ما اینجا میگیم که زمین تاجیکستان فروختن، در اینجا امضای عبیداللهیوف هست، شاهد یا یکی بگیم که همکارش بود هست، یعنی در پهلوی امام علی بود. خیلی گناهگار نیست. مردم های خیلی دلسوزک دارن، وقتی نفری با نفقه برای میگن این خیلی نوبت که کاری کردگی کرده که خیلی که خدا بزنه شو که نوبتش بخشیدش. بخشیدن در کار نیست نورا. یا جنایت کردگن در همین دنیا ما بتونیم جزاشون رو بدیم، وگرنه قیامت خیلی یا جزاشون رو حتما میبینن. در اینجا بعد نواری رحمان فای او هم سال 2012 بگیم که یک مصاحبه با یک خبرنگاری BBC ایرانی داره. سوالش میته که زیاده از 1 میلیون مهاجران تاجیک در روسیه هستند، میگه این چخیل میشوه یگان وزمینی یا که یگان چی را داره، میگه در کشور یا روسیه یا که در تاجیکستان از جهت اقتصادش بگه یا که اکونومش هم خیلی سوالش میته. در اینجا رحمانوف میگرده میگه که بله 1 میلیون مهاجران مهنتی ما در روسیه هستن. میگه با منطقه با کجا برون؟ با دنغره برون؟ با کجا برون؟ میگه این دو فایده داره. یکمش میگه با اقتصادی دولت، با کشور. او میگیم که بودجه کشور هم مهاجران نگاه میکنید یا که بگیم که تامینش میکنید پایه همین رژیم، همین پایه میگیم که پایه رژیم، همین مهاجران پایه ستون میگن، ستون در بالای شما ایستادگی رژیم. شما پول روی نکنید چپا میشود. و میگه دیگه فایدهش خونه‌شون رو نگاه میکنن، اهل اویله‌شون یعنی که نگاه میکنن. بعد نمیگه که سیم فایدهش که جیبی ما را پر میکنن، بانک‌های ما را پر کردن، خونه پدوالای ما در پدام قدی دلار، یورو های، تیلا های، ایش نمیگه. شما ببینید یا گناهگارن یا جوابگرن یا شرم نکرده، میگه که دیگه با کجا برن؟ اما باید بفهمی میگه روسیه نباشه چی؟ شما ببینید روسیه نباشه چی؟ این خیلی نبیگذار روسیه اون نیست. بعد شما چیکار میکنید؟ شما برای چی؟ این روسیه نیست. خب در اینجا اکرام سبحانزاده دیروز در نزد یک تعداد بزرگ مهاجرا برآمد کرد، مجبور شد و باید این کار میکرد. اینا رایش کردن و اختیار خودش نرفت و اختیار خودش هم نمیرود. صحبتاش دیدن چقدر خنده‌آوریه. معلومش میچیم نگاه کنید، آوازش بشنوید چی میگه. نگاه که چی میگه. این ویدیو را خیلی ختان دیدگی باشن، بعد اونجا بگیم که کیفش دیگه های. شما میگه انتظار جواب شوید از پای کارها روید، یا کارشون در روسیه های یا باید پرواز کنن یا ای پای کدام کارشون شود. اینجا یک کسی خیلی سوالش میکنه میگه ای پای کدام کارش، میگه ما باید پرواز کنیم. میگه نگاه چی میگه. میگه دستونی سرم میکنه این سو سرافین. ای بگیم که ایزوشا ای به عقلیش نمیدونه چی بگه، خنده کنه میگه این سو سرافین میگه حل میکنه. خب دالشی نه به اوچای گرابی چی میگه. نه به اوچای گرابی عبیداللهیوف لعنتی را ما میخوام در وطن کار کنیم. چی عبیداللهیوف گناهگار؟ اموالی گناهگار؟ نه، گناهگاری، حرامی، بدبخت، عاق پدر، پلید. عبیداللهیوف گناهگاری. چند قدر که رحمانوف بد میبینم، اموالی را شو میبینم، ترا یک فایز، یک گرم از او کم بد نمیبینم. از منصب رفته باشی، در تگ زمین هم باشی،
تو برای من عمو لعنتی او باید دوید ایرا بدون شما از پیشوای معظم ملت روزگی گیرید البته پیشوای معظم ملت شما هم باید روزی باشه البته ما روزی هسته دیدی چی میگه؟ این سراسیمه میشه میگه که شما از پیشوای معظم ملت روزگی گیرید یعنی دعای خیرتمندانه شب بگیرم یا نمیدونم چیکار کنم باید یا که براون عذر پرسن بخشش پرسن برعکس باید امام علی بیا بخشش پرسن یا این خیلی میکنه خطا کرده بعد در دوامش میگرده میگه که ما باید از سیاست پیشوای ملت راضی باشیم راضی هستیم میگه البته میگه راضی ما این جاهلای دیگه‌اش با این گپا میگن چخیل شما از سیاست امام علی راضی میشین که شما ای وطن بیرون شده استین برای شکمتون در حالی که شما باید در وطنتون کار کنید شما چخیل راضیه همینجا دول در دوامش میگن گوش کردین یا تماشا کردین که 10 بار بعضش میگه 120 سومون بعضش 150 سومون داد تستی برای کووید 19 کو و 3 روز وقت داره برای پریدنشون گرفتن دوباره تستاشون بوچید مهلتش اینا نگاه کنید 700 نفر تست گرفته چند سو میشه قریب 210,000 سومون دا تست گرفته گیان 210,000 سومون دا 700 نفر تست گرفته گیان تستاشون سراغش تمام شده اینجا میگه که اگه ما تست گرفتیم چه خیلی میشه یعنی که سومو هم میتن یا که باری سیوم ما به پول رایگان میگذاریم میگم ما ایرا خیلی میبینیم چه خیلی میشه شما گیجو میبینین ایرا در اینجا نمیتونست که وقتی شما پیشواتون راضیه امام علی راضیه یک گپ میگفت یک سخن میکرد شما همه به پول ای دکتر میگذاشتین اما رایگان هم تست برای شما میبود در همون وقتی شما بگین که ما ای پیشوای ملت راضییم که نگاه کنین درستش حقیقش همیه صحیحش در وطن جای کار داشته باشین معاش خوب داشته باشین همون وقت بگین ما ای پیشوای ملت راضییم سیمش که ظلم نشین سیمش ظلم نشین همون وقت بگین ما ای پیشوای ملت راضییم بازی برای شما چیکار کرده برای شما چیکار کرده که میگه ما ای پیشوای ملت راضییم میگه که راضیگی پیشوای ملت ما باید به دست بگیریم دعای خیرتمندانه ش نمیدونم در نظر داره یا چی در نظر داره عذر پرسا چیکار کنن باید یا دعای خیرتمندانه که راضیگیش چیه یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که باید هر انسان بعد از نماز 3 باری بخونه را رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا اینا باید هر یک مسلمان بعد هر نمازش اگر در 100 بار هم بخونی ثواب داره خوبه بدی نداره اما بعد هر یک نماز باید اینا بخونی سنت پیامبره و این تاکید پیامبره چی معنی داره رضیت بالله ربا ای رب انسان در همه حالت چی میگه ما رب و ما ایت راضیم تا ما راضی باش اینجایی دعوت به پیشوا پرستی داره دعوت به جناب اولیش یا که همون امام علی داره که شما ایو راضی باشید خب اینا مهاجر ای جناب راضی مهاجر ای امام علی راضی او ای مهاجر راضی هسته نگین هوا که شیطان درو میگه میگه پا نگین او ای مهاجر بیزاره ای مهاجر بیزاره چی با در نزدی مردم خودش نیومد چی با نیومد سربازیش رو نکرد چی با نکرد با تاریخ به ترسید از پیش و تاریخ آنلاینی چی با صحبت نکرد دیده با این گمراه ها میگن که ما راضی با یک آواز و به اسلامی دینن پروردگار هر یک بندش چی میگه با دینی که برای ما داده یا فرستاده اسلام ما راضیه و به محمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول و با پیغمبرش که حضرت محمد مصطفی علیه السلام راضیه یعنی دعا را باید بعد هر یک نماز هر یک نفر بخونن اینجا یو میگن که ما ای جناب اولی راضی ما را روی کنه
وای به حالتون، وای به حالتون. این دهشت بود، یک مصیبت کلام بود که شما درد جانی که از وطن بگریزیم بریم با شما را ده هموجه همون به عقل همون دیوانه گرنگی اکرام میگرده، میگه که شما فراموش نکنه که میگه ما 30 سالگی استقلالیت داریم، تنجی و آرامی داره، میگه با همین فریب شما را کرده سه در پیشتون. وقتی تنجی و آرامی استقلالیت باشه، همه آباد باشه، یا کجا میروان رسیت؟ کجا میروان؟ یعنی که از ایجای آبادی گریختگیه یا که میگریزن نمیگریزن. خب من داخل میشم، کامنتاری را میخونم تا بخندیم یک جایا، زیرا یارا هر قدر بگم یا ناموس ندارم یا به ناموسم. شاید این امکانیت هم هست، یعنی یک تخمین میزنم که اکرامزاده را شرمنده‌وار پیش کنن ای کار ای وظیفه پیشش کنن. برای چی؟ برای گپاش احمق کردن، خچم شرمنده کرد، امام علی هم شرمنده کرد، او رژیم همه را شرمنده کرد و غیر از این به خاطری که امام علی خچ سفید کنه. چند باری کارو شده، یه شما دیگه بگیم که میشناسین این رژیم، میگردن میگن که ای بی و رئیس فرودگاه هم شاید از کار آزاد کنه، رئیس این شرکت و او شرکت این اکرام سبحانزاده را آزاد شون میکنن، میگه همیا سبب شدن که پرواز نکردن. ما یاد داشته باشین چند بار در باره گپ زدیم که مهاجرات 10 بار در داخل و خارج در فرودگاه ها میموندن به صاحب، یا کس پیشون نمی اومد بلیتاشون میسوخت، دوباره قرض میکردن یا این طرف یا اون طرف میرفتن و این بارش هم همین خیلی. اما این راهی حل نیست. هموطنان مهاجرا بیچاره ها بدون که راهی حل نیست. بگذار شما در 10 تا سمالیات آوردن، 10 تا سمالیات، اما 700 نفر گفتن که چند نفری میرسه. اگر سمالیاتی که 100 نفری مثال 100 نفری برای 10 تا سمالیات آوردن، مثال 1000 نفر باشن، بگه که هر یک کدام 100 نفری در هر یک سمالیات بشین حاضر راست برین مسکو. شما باید خرسند بشین، شما باید بگید که رحمت به جناب یالی که ما بلیت گرفتیم سر وقت پریدیم. شما باید که گریه کده ای وطن ببرویم، گریه کده را ای وطن ببرویم باید. نه اینکه انتظار شن در بالای بیتون 3 روزه خوابن. باور میکنین من 100% میدونم که نموجه چندتش رنگ روزدار زندگی کرد، 3 روز 4 روز دشکم بهش نخورد، ای راه دور آمدگی هم. شاید که بعد کتلک میگه ما که ستیلچه در ای خونه خیششان اوقاتشون آوردن، مانندی که بلنسه میرینه یک بیمار در یک اوقات میبره که خوراک، یا که ترمه میره زندان، هم خیلی به فکر اومد به ما ایرپورت با برنوش خوراکشون آوردن. هیچ وقت او رستورانی که در فرودگاه هسته اون نرخی او زوره این مهاجران نمیتونن در اونجا خوراک بخورن، نمیتونن. یا گشنه بودن، اگر خونه خیششون رفتن باشن در همون دوشنبه، باور کنن اون خیششون شاید که بگیم که بیزار شدن، ده بی‌ضابطه میشن، بیقرار میشن. یک نفر با او سونکوچ خیلی میره خونه خیش تبارش، با فکرم نرفتن در همون فرودگاه مانندی بیمار واری خوراکشون آوردن. با میگم که این عذابه، این یک دهشت، یک بگیم کاری نادرست، ناروا و شرمندگی. در اینجا نباید بگن که ما کشور ملت راضیه ما را هم بلیت بگیره یا که سمالیات را بیارم و بپریم. این گپ نگین، ایزا بکشین. شما آدمین، شما انسانین. اگر بختون مسلمان بگیرین، شما بهترین انسانی روی دنیا باید باشین. شما غلام نیستین، خودتون غلام نگیرین، به غلامی داده نشین. شما دینتون فراموش کردین، شما دین اسلام داشتین، باید آزیرم داشته باشین. شما پیامبر بسیار معظم، بسیار بالا داشتین و حاضرم باید داشته باشین. شما بزرگا داشتین، شما کتاب قرآن دارین، شما یک خدای داره که شما را نمیبینه، او دزدا و ظالما را نمیبینه، ما را نمیبینه. از دل ما هم با خبره، از دل شما هم با خبره. شما فراموش کردین این تاریخ داره، فراموش کردین. اما یک گپای وقتی شما ای خدا دور شده، ای دین دور شده که نمیخوای ذلیل خار میشین، نمیخوای شرمنده میشین. شما شرمنده این، خفه میشین همیشه، شما شرمنده این. برای شکم شده در اونجا خوبه، با جای شما برعکس نبرات شما ورد سیاست کنید، تهدید کنید، تحقیر کنید، حقارت کنید، بزنین شما
شما میگه که التماس اکا جان یا بالا کنیم شما با پاره ما راضی امام علی ما یک سیاست راضی ما حکومت راضی ای همه راضی هر چی بگن ما قبول میکنیم ما راضی ما میشه با پاره بیهش میپره راست خیلی بیهش دنیا رو ما در نظر ندارم در قیامت انسان میبره یا بیهش میره یا دوزخ شما همینجا بلیت گرفته راست بیهش میپردین میرفتین که اینقدر خرسان بدین یا یکی قدر گپ داول نبودین که چیزی تون بگه چیکارتون کنن خاموش ما با پرین بریم یک گپای ایش هم باید بگم همین کانکریت نه آشکار بگم که برای نفری که ملتی یا که قومی که به قدر آزادی نمیرسه کو نمی ظلم برای او حلاله میفهمید ظلم برای او حلاله برای نتری ملتی بگه بی‌طرف ملتی خاموش میستادگی ترسو آزادی حرامه آزاد بدن آباد بدن عدالت برای خیلی ملت حرامه یا امو ارزشی اون امو ظلم دارن امو شکنجه اون امو فشار امو تحقیر تهدید دارن این کاری نو نیست در گذشته همی کارا بدن اما خیلی مسلمان های ترسان چه مسلمان های در فکر شکم بنده نفس خیلی بدن بسیار بدن شاید یک دلسوزکی پیدا میشه که میگوی اگر تو میبودی گپ میزدی من میبودم گپ میزدم اما نگاه کن هر کس باید خودش گپ زنه بابوی من نشنید گپ من چند بار گفتم رفتم و من گپ نزنم من اصلا نرم تاجیکستان شما باید خط بکنید شما خودتون جواب میگین من یک نفر هستم که باید گپ زنم نمیشه شما را من بگم که شما باید بیش بره شما مرا بگین اول تو برو بیش بعد بیا ما را بر بیش یا که ما را بیش نشون بده بعد ما میریم بیش همین گپ میگه شما این گپ خطاه یک نفر دعوت میکنه یک نفر شاید که برای مالی کارش میکنه یک نفر میره جانش میده یک نفر که میره مبارزه برای جنگ با وطن دیگر وقت میبره میگذاریم کامنتاریای نوارده اما کامنتاریش که جالبه هموش هم میخونم تا نسترینامون زور شوه عصبمون آروم شوه 87 کامنتاری یعنی نظری مردم های یگان تاشی ساخته نیست ساخته هم نمیتونه باشه اگر یک تا دو تا پنج تاش ساخته میشه اینجا در مردم زیاد همین شما تماشا دارین همین شما این کیه دیگه من جا نام بگیرم با وقتون بگم که خرسان میشه که بله خواندش یا که همون آدم مبدم حقیقتا ده خب نه که اینجا 800 تا همه را من نمیخوانم با میگم زیرا هم اینجا بعضیش حقارت های بعضی دیگر شاید که بی‌معنی باشه بعد وقت هم نمیرسه خمه را ما بخونم نه خیلی یکمش حقارت برامد اینا بگی برات 5 مین پیش نوشته غریب شو کمپانیا ای تشریف خلیلو باور کنین من گپ چند بار گفتم همین امام علی من مخلصی مسخره بازی شم واقعا این بگم که دروغ نیست در مسئله مسخره بازی من مخلصی سخت امام علی گپ من چند بار گفتم امام علی واقعا مسخره بازه یا اکتور حجم نگاری بسیار بگم مشهور میشه اگر که این همین کسبه رو میپرتوف اول اگر این مسخره باز میشه امام علی و این گرد اطرافشم یا هم یک مایمون امام علی یا مایمون باز یا همه شرطری چی هم چی میگنش مسخره باز هم بله غریب شو و تشریف چنین یا خندونده نمیتونن من میگم که ای خنده یا چی شیدم همین بعضی واقعا آخر شما بعضی ایماده بسودین ایماده بگیم که گپای خوب مینویسین که دیگه آدم باور که دیگه نیاز نیست که بدون یک مسخره بازی بی‌معنی را تماشا کنی یا که با گپای بخندی جگوارا 14 مین پیش نوشته حالتون از این بد میشه پیشوا پرستو جنوب پرستو آخر از گفتم با میگم که با این میگن که گپی حق تلخه باور دارم که بعضی خفا میشن گپ ما برای چی میفرشون که من تری بیچاره حال قدمون که خیر که خدا نگهبان شما باشه اگه خدا لیا روزی میزنه شما در پناه خدا باشین توقت کنین برین کار کنین این گپ درست نیست این گپ درست نیست من این گپ نباید بگم این گپ برای خودم من گناه میفهمم اشان محمود
ما راضی نیستیم از پیشوا امانوئل مردم سیرک تماشا رفتیم جان در لب سرگردان ایزا نمیکشین میگن ما رضاییم ای پیشوا هاتون از این بعد دیدین این نظر مردم های باور که میگم که واقعا شما یک کاری بسیار بد انجام دادین مردم مهاجرا این یک دیوانه ای سبحانزاده را اهمیت ندین یک گرنگ های یکی شما یک کاری بسیار بی‌معنی یک زشت انجام دادین که در همون قدر مصیبت بجای شما ایو طلب کنین که با جوابگری کشیده شما میتین کنین شما این آخه نظر مردم ها ببینید چطور میگن واقعا راست میگن حالتون ای بد شود شما پیشوا پرست شدین شرک نه تنها با یک هیکل باشه هیکل هم میدونید نه اما را برای سجده کنید الان مشرکان ای بود پرست شرک چند نمود میشود شرک اعتقادی هم میشود اعتقادی یعنی که یک چیز اعتقاد میکنی با زبان هم میشود شرک قلبی هم میشود در عمل هم میشود پیشوا پرستون میگن شما خفه نشین باز با میگم که شما نگاه کنید چی گفتین نواره و گپی خودتون گپی من نیست گفتین که ما راضیم ای جناب علی شما ای ظالم راضیه شما در ظلم کردین نمی نپریدنتون برای چی بود برای چی بلیت قیمت کرد 2 برابر بلیت برای چی قیمت کرد شما چه خیلی با همین نفر راضیین با نگه که اون نمیدونه دخترش تمام کمپانی هایی که بلیت میفروشن رهبر شه تخمینه جان میدونید دختر امالی با عجیبش دایه که در همیشه نمی دیوانه سبحانزاده را میگردن سوال میتن که ما بلیت خریدیم با 10,000 12,000 میگه چه ما بلیت گفتیم $300 400 زیاد $500 باشه با خیلی فخر کردن میگه که کدام شما 10,000 دا بلیت گرفتین اون میگه من 10,000 دا کدام شما 12,000 دا بلیت گرفتین بعد مسخره بود اونجا دیوانه کسیده مردم میمون بازی داره خوش میگه که من 12,000 دا گرفتم بعد سوالش میتن که بعد ما بقیه پول اونا چه بگیرین میگه که ما با همون شرکت سیورین تاور بود چی بود بله سیورین تاور میگه تماس گرفتن گفتن که پول یورا میگردونه باقی مونده شه گفتن که ای شرکت ما گفتیم پولشون رو میگردونیم اما مشتریا یا کمون صاحبای بلیت نخواستن پولشون رو بگیرن جواب دیدین چی میشه یعنی ما نفری که اینا بلیت میگیره مثلا بلیت 50 تومان باشه اینا مثلا $500 باشه ما $1,000 میفروشمش با ما میگردم میگم که و نمیخوام $500 که ما حقشو خوردم بگیرم شما چقدر باور میکنید میگه همین گپا میگه سبحان زاده خب کامنتار رو تست بخونم خب این یک برادر استوریا چلاویک نوشته که لعنت الله بر ظالمون و کذابان بود بله خداوندی بگیم بسیار قادر یکتا دو جای 3 جای قرآن در اصلا ایزبیل میگه که لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الظالمین میدونید هم ظالم هم دروغگو کاذب کذاب پیامبر ما شما چی میگه الکذاب لا امتی دروغگو میگه امت من نیست بله ظالم دروغگو را لعنت کرده اگه خدا و پیامبر یک برادر لیلا خانم فروهر شاید یکون افغان باشه شاید خانده نوشته و نوشته ای آدم رو احمق کرده استن روش سیاه کرده است مردم باور نکنین اینها درویه هم سگاش نوشته با این را بینید همینجا باور کنین زیاد هموطنایی که نوشتین که این نشانه بدوری هست خیلی بد نبود نیاز ببینید بگه که اگه پیچینا میشه یا که رژیمی خیلی دیدین مردم چه خیلی بدور شده تاجدین نورالله 40 منت پیش نوشته روتون در خاک 3 روزی در ایرپورت خوابیم با میگن ای همو خوگی پسپور روزیم ای کجا دیگه ما پیش میریم احوال فرزندای ما ای ایده بد میشه چی با مردم اینقدر ترسو شدین با ممکن نظرهای هموطنای دیگه یا ما شهر نتیم خوبتره زیرا هم وقت زیاد میره هم فکر میکنم قدر چی نمیشه منصور نوشته من با مهاجر بودنم راضی اما از آن که خلق تاجیک
حتی در تاجیکستان حتی باید نشستم حتی در تاجیکستان روزی به ندارن روزی نیستم از پرزیدنت عموما روزی نیستم این کسی که چون سگ مجکد در این نوار شنیدن هم نمیخواهم چرا من یک عمر باید دور از مادر از پدر پیرم یا دور از زن و فرزندم باشم لااقل بلیط رو ارزانتر کنید مثل پیشتر تا در یک سال یک بار ما هم به وطن برگردیم ویروس کرونا فقط به تاجیکان تاثیر بخشید چرا قرقیزها چنین نیستند هر وقت خواهند میآیند و هر وقت خواهند باز میگردند بله همینجا همین اکرامی بگیم گرنگ یا که دیونه همین مثال آورد گفت که همسایه کشورمون ببینید چه خیلی ما تنج آرام و آسوده و استقلالیت داریم اما نمیدونن که در قرقیزستان بلیتش با بلیت ما نرخش برابر نیست در ازبکستان همچنین در افغانستان جنگ زده همچنین در اینجا نرخ نوای بلیت نمیگن فقط در فکر شما چی را میارن او جنگ دیدین خب کنین جنگ دیدین خب کنین اغوا نه اندازید خاموشی روا کنین خوش وقت آرامک میگه برین ای پای کارتون چیکار میکنن یا بلیت گرفتن دشمن هم زیاد بود باور کنین اوزی هم دشمن نوشته هستند این غضب مردم های رحمانوف اشاره شکل غضب مردم بسیار بزیبای غضب بسیار بزیبای عزت اما نوشته که یک کس در غم خوردن یک کس در غم مردن درد گشنه را گشنه میفهمد این سگا از کجا درد ما را احساس میکنند بله یا هم خیلی یا واقعا نمیدونن که مردم چی درد داره یا خودشون نه فرزنداشون نه خشتواشون یا نروان مهاجرت در وگون خو نکنن در جنگل خو نکنن در او چی میگنش کهدانی گو اسب فرمو خو نکنن یا باقی میدونن که مهاجر یعنی چی یا که عذاب یعنی چی بعضیش جنایشان اومالی استعفا بله استعفا باید میرفت اما نمیرود به خوبی نمیروید اسماعیل خوجایب مور به همین روز تو برای رئیس اویاتسیا کتی پیشود ملت مردم اینقدر پروبلم داره خیلی دعای یا همین نفرت مردم به دور کدمی با میگم که باید که نمیده نه وظیفش سبکدوش شود ساس احمقترین چاپلوس تو کدام تنجی را گفته استی کدام غمخوری ها را گفته استی اونجا دیده نه در هم نوارم خیلی میگم مردم با آرامی با تنجی با غمخوری های امامعلی دعوت میکنن صالحه عمر شاید برای خواهرمون باشه صالحه فارسی نوشته شاید دختر باشه نوشته که مردم میگن ما چیکار کنیم کی پرواز میشود این احمق میگه پیشواز زوره آوا اینجا شما فراموش کردیم نوار دیدین میگه که مردم ای طلب پرواز داره میگرده میگه که جناب علی با پیش خوش تو قم خنده ایزا میکشه بعد بگیم که بدترش میگرده میگه که قطعی پیشوای ملت هستین و میگه بله پیشوای ملت با پیش جناب علی با پیش حکومت با پیش اونجا ای گپ بگیم که چی ربط داره همین گپ در اونجا چی ربط داره مردم در عذابه اکی ها زیافتنده دیگه نه یک ماده داشته همین تبلیغ زیاد هم خیلی کرد مردم همین تبلیغ زیاد کو اومده ما چند بار گفتیم که پیشوازگیریش نرین خشومتش نگین این خیلی روی دست نگیرینش این همین عاقبتش شما را در جنازه‌هاتون میگن که میگن تون که شکرانه کنین شکرانه پیشوای ملت کنین خب کنین و بلند گریه نکنین که ناراحت میشه جناب ناراحت میشه روزگی جناب بگیریم شاید بگن که ام تابوتونه برای گرد قصر ملت قد یا تابوتیم بعد برای گورش کنیم دعای خیرتمندانه پیشوا را بگیریم زیکا فیض‌الله نوشته که روحای اوچت سیاه خیلی بعضی دشمنای خوبتر شد بخونم خوبه اینا دیدن سبحانزاده تماشا میکنه اینا ورا خیلی یک شاید که گرنگ باشه ناموس نداره اما قدر حقارت ده آدمی با ناموس باشه خودش باید که به اینکه شرمنده ها را ای وظیفه پیش میکنن که خودش بگه که من ای وظیفه میرم ما نتونستم یک بهانه بکنم من ای وظیفه بخوبی میرم لیکن نمیرم در تاریخ تاجیکستان شما یاد دارین همین 30 سال اخیرش در یگون نفر به اختیار خودش با استعفا برای میترسن برای چی؟ برای اینکه میگن ما با استعفا برای
شاید همین رژیم ما رو میبره زندان میکنه، میگه تو میگریزی ما رو توقع میمونی. میترسن برای که در ظلم باید همش یک جای باشن مثل زنجیر. خب نوراسان تجه ای خدا مورم با معظم ملتون دفع شوین در گلت شقارت دیدم میشه. خب با مردم در خیابان مونده کی نانو خوراک میتید میلانه بوچ نوشته گفتیم که پیشتر واقعا یارا کی خوراک میتید خیلی گفتم که میرن یا قرض میکنن با چند روز اونجا خوراک خوردن یا خونه خش شنبه و خم خش یه روز رد میتید 2 روز 3 روز خود عیب میشه. با میگم که شما باید هم قدر آدم در بالش مصیبتی چی میاکو از جهت مرگ پدرت میبره مادرت یا که همسرت یا فرزندت خیلی زیغ میشه. شما باید که در همین حالت اونا خیلی زیغ میبدین، اونا خیلی باید که احساسی میشیدین، نه اینکه شما شکرانه کنین که خب خاموش میستیم تسترک ما را روی کنین این وطن بری. اوروتپا استراوشن نوشته که برای زنت در پیش مردم برآوردن به پیش گپ خصوص نوشته اینه که اونجا زنها نبودن که یگانتا در پشت مردها بودن، زنهایی که مهاجر بود میپریدن. انا که ببینید زنها و مردها در فرودگاه خو چند روز 3 روز یا 4 روز در جای توغری میگیره در وطن خودت چی برود در روسیه این کار ما چندین بار تجربه کردگیم. مردم ما تجربه کردگیم، یعنی در فرودگاه خو کردن، در راه کو قدی راه میگن کوچه خو کردن، در ته درخت خو کردن، در درین جنگل خو کردن، در واگن و دیگر جا خو کردن عادت کردگیم. همین در وطن یخچم همو عذاب دیده است دیگه برای فرق نمیکنه. با میبرم میگم ما جناب ولی روزی ما رو روی کنیم. بعد او دیوانه میبرم میگه تاجیکستان با پیش با برکی نمیشه یا که با قفا یا فقط با پیش یا با تای زمین. شخ 95 نوشته که من روزی نیستم در این لعنت کرده خدا. عبدالله محمد نوشته که ما تاجیکا زور باید تندک فریب میکننمون همه پولمون رو میگیرن. بله امیار رنگی کودک خیال کرده گیرن. این خودش یک بیعقل ناتوری خیلی یک فکر کنید یک بیعقل یک دیوانه یک بگیم که جاهل احمق میاد. از من بگم اگر همون مهاجر همش بیعقلن این تحقیره واقعا یک تهمته. اگر بگم همش بسواده این تهمته این تحقیره. در اونجا بسواد هم هست، بگیم که شاید که کم سوادش هم هست، بسوادش هم هست، رنگاشون فرق میکنه، سالاشون فرق میکنه. یک بسواد همه را بعد قندک فریب کرد، بعد سخن احمقانه، بعد سخن بگیم که دیوانه واره یا که بگیم که افسونشون کرده. همش با هم که دوستاش نوردشتن بله ما با جناب ولی این جنبه میگم که من از جهت خندش من گفته استم، از جهت مصیبتش نگفته استم. امید کلان نوشته که این روش سیاه میکنه میره در خونهش خواب میکنه شما در ایرپورت میمونیم. بله چی باید در ایرپورت قد شما خواب نمیکنه چی باید؟ کمال خودجای نوشته که بلیت 8000 گرفتیم با قرض 2 بار سپرافکای کووید 19 گرفتم. بله گذشتن یک هفته شد روی بیتون خوابن با داد میزنن روزی با پیشوا. واقعا اینها را مسخره بازی دارند. بله شما را مسخره بازی کردن. این یکم بار نیست و بار آخر هم نیست، اینا شما میدونید و این با میگم که شما تجربه دارید. اینا آخر پیشتر ما گفتیم که 2 بار شما 150 سومی برای چی گذاشتین تست کووید 19؟ برای که شما داد بلیتتون سر وقت نموندن بپرینن. شما داد باید که یا به پول نموندن میگذاشته تست. شما جنایتکار نیستش، عیب شما نشیده. با میگم که 700 نفر اگر 120 سومون گفتن تو 150 تو 170 سومون هم میگه تست گذاشتیم. با اونجا میورا یک تا میپرسن تو چند گذاشتی؟ اگه دیوانه را بی کودکا را فریب داره صدیق در چخیلی فریب میکنن کودکا را.
کودکا بسیار مصدق خوند چیکارگی هستیم، صدیق در میگم که تعلیم گرفتگی هستیم. من یاد دارم خدمت معلم ما چی میگفت که من خو نمیکنم در همین ابد نمیفوریدم خو کنم. صدیق در میره کمتر بازی میکنی باید که 2 ساعت چند ساعت خو کنی. معلم فریب میکرد انا خو کنم بعد یک جاکت میبرم انا بعد بزرگ میبرم. خیلی کودکم خیلی نمیفهمید میره اوست خو میکنه. من مجبور خو میگه که اوز من خو میخزم من یک جاکت میبرم. اینا طریقه دیسن یا گویا که نه یا همش در صدیق بودن. این معلم اومد ورا فریب کرد همش خراب کردن. یک برادر به نام هومر رو نوشته که مرگ به شما بناموسا پیشوا تنجی دولت او دولت تنج باشه این مردم کجا میروند سرسون سرگردان الله پیشوتون خور ذلیل کنه مرگ به جنابی به پیش 30 شید فریب دورین مردم شاید 30 سالش بنویسه. بله 30 سال شید همین مردم فریب کردن اگه نه تاجیکستان به پیش میروند. ولاست این خلق تاجیک است نوشته یک هموطنان. ای مردم این سگا را سانسور کنید. این سگا باز مردم فریب دارن خاموش نبستید. دیدین همین مردم شما 700 نفر در اونجا بدین شما تعدادی زیاده شما مردم حساب میخواین. بغیر از اون دیگه مردمایی که این عمل شما را دید همش محکومتون میکنن. محکوم میفهمید یعنی که قبول نداره کار شما را. شما برای که در خطاگی در راه دادید. شما به خطاگی راه دادید. زاکر رحیم اونشته که گبزنی این معلم مربین میگه بلیت 6000 سومون شده است از جناب عالی راضیان از جناب عالی با عقل به عقلش میگه ها کدام میخونه کلاس هم جوخه. خیلی هم گفتم پیشتره که مجبور شدن دارن که جناب عالی اینایی غمخوری های همون بود که بلیت ارزان کرده در حالی که یا باید راضی نباشن یا بلیت 12000 تا 15000 خریدن. میگه راضیگی بتین راضی باشین. میگه با خیلی خطا میکنن. میگه راضی ما خیلی ما را رای کنیم. جمشید نوشته که سلام علیکم برادرای مهربان برای مردم فریب کردن همین سپکتاکل چی در کوره روتون سیاه کردین. خیلی گفتن که مسخره بازی اینا آوردن مردم فریب کردن و خیلی با ما یک خنده و یک همین گپی هوایی همه را آرام کردن. زینالدین عالم نوشته که این وعده شما 30 سال شد دوام داره. وعده خالی. بله وعده خالی. 0001 تجه نوشته که این سبحانزاده هم خاکزنی رحمان فای باور نکنین مردم در فکر خلق نیستن اینا. بله سبحانزاده اکرام یک لگنبردار کوسالس های یک چاپلوس های اخ نه معلومه اگه پشت اوه یک تا طرفدار بوده در جمعه نه دیدم. رحمت به جناب عالی خیلی کم تریگه لیشتهش را خوندن در کار نیست. اینجا یک بنام زنه نینا حکیم آنشته که همتون شیطانه. اینجا در نظر داره شاید رژیم همشه یعنی وعده داده سای میگه که شما هم رنگ همون دیگراتین یا شاید که همون مردم قطعی همه گفته یعنی همه شیطانه. بله مردم هم گفته این دو کامنتر داشته دیگرش حقارتتون کرده. یا را بدرون ولی شما بعضی که همونجا بدین که اشتراک کردین یا که روزگی دادین مشت کردین بله ما روزیم این اون را بعد بدرون تماشا کنین کامنترهاش بخونین شما را چی گفته گیان. شهادت عزیز و نوشته که شما روین از پای کارتون شین عجب انا این جذاب برای مردمی گسوله شکلی اخیر پولش رو جمع کرده روسیه رفته است. بلیط را به نرخ گران باز به نرخ بلندتر خریده گردونده دادن در کار بلیط را دیوانه چین کمتر نوشته جو چموه خطا ور نوشته اما من درست شب بخونم یا که درست شب برایش برسونم. اینجا میگه که شما همون کی را گفته است سبحانزاده را که شما را میگه فریب داره میگه پای کارتون شین در حالی میگه شما بلیط قیمت خریدین بگین سومی کلان قد خریدین میگه پول بلیط را کی میته میگه یا دیوانان چی هم.
حقارت فقط. جمشید جانیبکو نوشته که یگان گپی انیق نیست، اهمیت این وعده های خشک و خالی. کوشش میکنیم گوساله این پریاموی обязанности تو است. یک هفته شد، یک هفته باید نویسه، یک هفته شد در کجا بودیم؟ بله این سوالی نگاه کنید، سوال یک هموطن، یک بگیم که شهروند تاجیکستان است، شما باید در این سوال برین جواب بگین. شما در کجا بودین؟ 4-5 روز در روی بیتان خواب کردن، شما نو پیدا شدین، شما کار بود کن با هم وعده خالی. تاجیک بچه نوشته که دروغ بالای دروغ میدوند خودش دروغ میگوید، باز میدوند که مردم دانسته ایستاده است که دروغ میگوید. کراچی تاجیکستان دروغیستان شده است. بله او خودش میدونه که دروغ گفته است، میدونه که مردم همین دروغ مرا قبول کرده است و خودش کیف میگیره دروغش. مردی مسافی نوشته که اکرام سبحانزاده اکتور خوب در وای برخوردت. بله اکتور بسیار خوب. یا ما جدت دارم، منتظرم که همین تاجیکی خیلی زیاد شوند احمقا یک نوار میکنم جمع میکنم میپرتم شما تماشاش کنید. یعنی که همین سخنوی طلاییشونه علاهیده میکنم یک جا برای شما میپرتم. جا بعد بعضی اسمایلی که خنده موندگی هم باور میکنیم ای با حالی همین خندیده استن، با حالی همین رژیم با گپای همین سبحانزاده برای شرمنده کت خچم پیشورشم. خیر انشاءالله علی یک نفر نوشته، شاید تاجیک باشه، با فارسی نوشته. روی تبار رئیس سیب سیاه کنی دیگ بدبخت، گپی تو 1% معنی ندارد، ملعونی خونخور. بله گپ 1% معنی نداشت، همین فقط تعریف امامعلی شکر. ای هیچی ندونستن شک و باور کنید برای همون گفت که شما جناب عالی راضی هستین، ای حکومت راضی هستین، با پیش ندونست چی بگه. وقتی آدم جواب نداره، گپ نداره، حتی دروغ هم نتونست بگه، یا دروغی نتونست که با همون دروغش همین را قانع کنه، همین گپا را باید گفت. خچه شرمنده کرد، گویا که خیلی چی کرده. خچه میدونه که مردم امامعلی میترسه، برای همین را مثال آورد. برای هم مثال آورد که گماز امامعلی همش خب میکنه. میدونه که مردم ما را امامعلی گفتی، از روی گفتی. سعید نوشته که با خدا همش دروغ میگه، اینها با مردم بازی دارن، اینها همش شیطانن، یگان کار نمیکنیم، اینها میگن پرواز کردن در کار، این سگا جناب بازی دارن، شرمنده کردن حکومت. شاید سگای جناب باشه نوشتهش. بله یا یگان کار نمیکنن یا فریب نیرنگ دارن، مردم خطی بازی دارن. ابو یحیی گناهکار اساسی خودیم ما خلق تاجیک هستیم. ما خودمون رو در چاه انداختیم و باز هم در همان چاهی که بیش از 30 سال در آن فرو رفته بودیم باز فروتر رفتیم. اگر ما تا حال خودمون رو خودمون تغییر ندهیم، خداوند هیچ وقت تغییرش نمیدهد مگر آنکه ما خودمون تغییرش ندهیم. این شیطانکای شغالا را این مردم ساده تاجیک با حضور گوش میکنن، باور میکنن، با میگن جناب عالی خاک در سر همون جناب. بله شرمنده دف شو کتی پیشود سگای لعین شرمنده. سعید نوشته. ایوان رو تانسیا اینها دعای پیشوا گرفتگی در ایرپورت خوابن. دعای پیشوا را نگرفتن، گفت که شما باید که رازگی شب بگیرید. رازگی همون دعا میشود، دعا هم میداده. نفهمیدم. مسلمانین بلیط نخرین، روسیه نروین. پیشنهاد ساز، پیشنهاد خوب. دین الله نوشته که این شغال ها لختک بازی میکنه. بله یا لختک هم سیرک میگه، کو سیرک یا سیرک بازن. این لختک بازی میکنه مردم خطی. مگمد محمد نوشته که تاجیکستان با پیش ایروتون سیا. دیدین مردم خودش میگه دیگه پورا. مر سه نوشته یکی شاید میستر باشه، روز یا سفید نمیدونی چی بگوی، پرچون تو ما راضی نیستیم.
بله گفتیم پو نمیدونه چی بگه در اینجا چی در کار که ما امومالی روزی نیستیم تا او هیچ ربط نداره دخل نداره. بنفشه یادگار آور نوشته که چپتر خودتون قیمت میفروشید برادر این مردم بیچاره را سرگردان با بیکاری بی‌معاشی این مسئولیت شما هست با کار تامین کردن مردم تا کی مردم در گوشهایشان لبشه وشید میکنین. بله خوب گفتیم که مسئولیت یا افسوس مردم نمیدونن نمی مسئولیت چیه مردم نمیدونش اگر میگین میدوننش پس چی که همین اطراف ده صحبت نمیکنن وقتی که کمبودی رژیم هم میبینن نمیگن که شما وظیفه دارین برعکس میگن که ما گناهگاریم شما خوبه التماس ما را کمک نمیگن التماس نمیکنی یورا التماس نمیکنی یورا بهترین پیشنهاد کرده ولی بلیط خودشون قیمت میکنن بلیط رژیم خودش قیمت میکنه ما میگیم که اگر یک نفر اکش خودش بکنه او یک آدم دا میفروشه قیمت دو آدم دا 700 نفر اونها دو 4 اپریل دا یک ماه پیش 200 نفر دا قیمت فروختن بلیط 4,500 8 10 تا 15,000 فروختن او یک نفر دا قیمت میفروشن دو نفر دا میفروشن هیچ کس نمیفهمه یک آدم چقدر بلیط قیمت میفروشه داو بلیط با مینویسن میدونن بلیط هم مینویسن بلیط چند سومه چند میفروشن اون رو مینویسه در کامپیوترش هست یا نمیبینن اگر نمیبینن یا گجورا نگاه دارن زچی بدبختا کیف صفا کام میگردن پروا ندارن اجنسی مبارزه بر ضد فساد گجورا نگاه میکنی سلیمان سلطان زاده گجورا نگاه کردی اینا یتیموف سایمون ساتوروویچ گجورا نگاه کرد وکیده جکی گجورا نگاه کرد اونا دادستانی کل گجورا نگاه کرد موش رحمان یوسف رحمان گجورا نگاه کرد اینا میخوینه مسخره باز خودشو خمی سبحان زاده گجورا نگاه کرد چی با نرفت تفتیش کنه که کام بلیطو رو همقدر میفروشن این با همون شیطانی هسته که وقتی که 4 اپریل مردم برآمد نوار شما هستن دیدین 200 نفر نموندن پرواز کردن همین برآمد در رسانه‌ها دیدین گویا که یک جلسه بسیار مهم کرد با همین گفته بود که در اینجا بلیط ها را یا چیپته ها را شرکت های گوناگون فروختن ما این نرخ یا که این بگیم که سودا را در شرکت دختر رحمانوف آزاده میگذاریم علاقه سویاس بود یک نامش فراموش کردم یا شرکت نامش فراموش کردم در اختیار اون مسپاره فقط همون شرکت بفروشه در اونجا در جلسهش از مقامات قدرتی امنیت وکیده دادستان دادگاه و حکومت بود در جلسهش همش گویا که مصلحت کردن روزی شدن بعد هم گپ شینه قیمت فروختن گپی ایو درن ایزاری هم بلیط فروشا چخیل فهمیدیم تکرار کنم دیدن بعد جلسه شون نمی کشیده بعد جلسه شون چیپتر با میگن که یا خچو قیمت میفروشن بعد خچونا بنادونی میزنن چی بنا میرن جزاشون بتن و او آدمایی که اینقدر خریدن دوباره سومشون بگیرن چی بنا میکنن این کارا سومی در هوا رفت نه در جیب شما رفت شما شیطانو جری نشته که باور نکنید برادر بله باورش نکنید یا یک احمق یا شیطان یا درویان روما محمد جانویچ نوشته که پدر نهلت روش نور نداره میخنده رنگ کلاس میشه روشش بله خدا همقدر بزیرش میکنه بله رنگ کلاس که کلاس مرمولک میشه با فارسی برای دیوال ده تری بسیار یک پیسه یک مخلوق بسیار گنده های امی رنگ هم پیسه بله میخنده کلاس میشه رحیم کریم اوهو رحیم کریم هم میشناسه نه رحیم کریم تاجیکستانه نوشته که نروید روسیه جای کار در وطن طلب کنید ها مردم از خواب بخیزید بله انا میای بله شما باید روسیه نرین شما در همون وطن جای کار طلب کنید اگر نمیتونن وظیفه رو خالی کنن نفر میاکی میتونه شما را جای کار بده شیرزاد سلطان نوشته که میتین قریب وقتش آمد گپ زن امام ترسیداست یعنی که مهاجراش و گفتن مردم که شما گپ زنید او ترسیدگی میگه انقلاب یا که میتینگ وقتش رسید بله همون سپیچکا میگه نه یک چراغک میشوه چی میشوه
چراغک اینا شیر چراغک شیر اینا بو چیتون میفوره بعضی ها میگن یا چراغ شوی اینا شما نره میگن استعفا این نفره که در فرودگاه مونده یا میمونه شما جای کار طلب کنید ما نمیریم روسیه دو پارا دایم زمانه اون نفراتی که بلیط نگرفتین کو شما دو پارا دایم زمانه گفتیم میگم گپی داره که یک روی کنیم پافشاری کنیم که ما روسیه نمیریم ما در وطن باید کار کنیم شما را میکشن چی با بکشن چی با بزنن چی با ترمتون کنن ترمتون کنن با ضرر شونه بزنن تونن با ضرر شونه شما باید پافشاری کنید که ما در وطن باید کار کنیم چی این کارا نمیکنید شما باید روسیه برید اگر روسیه نرید چی در وطن میبرید در وطن زندانتون میکنن بیستین ایلیا цветков نوشته که رو سیاه نکه سبحانزاده همیه استقلالیت شرمنده کنی جنابتون لسیده بگرد بدبختا بمبرین با همه روزتون بیناموسا بله سبحانزاده بلیس زیبی لسیدن داری خشوم لسی بفکرم اصلا نیدل سهم نوشته که یا توبه استغفرالله بله واقعا این مصیبت ما اجیتی چی شولی نگرفتیم دلسوزانه و غمخورانش نگرفتیم گپ نزدستیم موجی گل ایبت و نوشته که رود سیاه کتی دولتی آباد و سر تبخره امون تپک گپای سخته باور کنین یک آدمی با میگه که بناموس باشه که دهی گپا تو خود نمیکنن اما یا 1% ناموس ندارن 1% بگیم که وجدان ندارن انصاف که ندارن این گپا را نمیتونن حس کنن معمر کدافی نوشته که مردم بلیط نخرین نالاگ نتین بزنین این دزدورا پیشنهادی سازای انسانی خاکسار مان از جناب امانوئل روزی به پیش در کار باشد باز 3 ماه زمین با بتون با خواب میکنیم ها گوتون ها گفسیم بیزدز نعیبت دارن این خلق تاجیک گوسفند باری باور میکنن درش دشمن کرده با حالتون خندیده مردم با حال شما خندیده خنده مونده گفته ایگه پورا معمر کدافی با نوشته ای مردم تاجیک حکومت رو عوض کنید بخیز که دیر میشه و باز خانه را میفروشین میایید بله گفتن گاو فروخته ما ای بانکو قرض کردیم بو میگن که جناب ولی روزیم چی با شما در هواپیمای به پول نمیارم تا که شما راضی باشین چی با یعنی امو به پول شما برین روسیه شما میدونید که در روسیه میرین برای جناب اولیتون کار میکنین او باید ای شما راضی باشه شما میگن ما ای راضیم ای حکومتش ای سیاستش ای وطن ای همه چی راضی میگن چی با اونا میگه که من شما راضیم چی با نمیگه میگن که تاجیکستان با پیش جناب ولی با پیش او با برکی رفتیسته یا که با قفو رفتیسته شما پیش رفتیستین چه خیلیه این نفهمیدم ثروت‌الله حلاکو نوشته که برادران عزیز از حکومت تاجیکستان جای کار و آیلیک خوب را طلب کنید همچون شهروند همچون جمهوری شما و ما حق و اساس داریم حاضر در روسیه وضعیت خوب نیست برادرها این جنایت نیست جنایت شاید نوشته باشه جنایت نیست که وقتی که ما حق و حقوق خود را طلب میکنیم بله خود پیشتر گفتم شما جنایتکار نیستین او جنایتکارن بدونید فی نوشته که در پدرات لعنت خطی رحمانوف تنجی گفته بزار نکردین نکی دشمنان دین اسلام بله میگم که یا در جنازه شما میان شما را به جناب اولی راهنمایی میکنن با سخنهای جناب اولی تسلیت دلبرداریتون میکنن
لوچی فیلم نوشته که همه فریبکاریه، خدا شما رو خور کند. عایشه نوشته است تاجیکستان پول ندارد، چی نرخ رو بالا میکنه، چی راضیم که خوراکات سبزوات همه قیمت، التماس از خدا کمتر بترسین، خلق افراد نکنین. بله این نظرهای مردم های، این گفته ها، پیشنهادها و سوال های مردم های. شما بدرین یا را بخونید، ببرین ای مردم عذر پرسین، ای مهاجرا عذر پرسین، بخشش پرسین. یعنی دیوانه خیلی عقلش شاید کم باشه یا که نیست، عقلش زیادی بد بود، اما در بخشش نپرسیدین و عقلش نگرفت. جناب علی با پیش گفت عقلش نگرفت، بگه که من بخشش میپرسم، گناهگار هستم نیستم، بخشش میپرسم. ایتانی امام علی بخشش میپرسم، ایتانی دخترش بخشش میپرسم، ایتانی زنم دخترم و کودکم ایتانی هممون بخشش میپرسیم. همین گپ نگفت. دلبرشاه حسین نوشته که روی چش سیاه میکنه، کوشش میکنه حل میکنیم، میگه چی با تو حاضر کوشش نکرد، تو که خلق فریب غارت میکنه، خدا بزنتون، خدا جزاتون بده. خیلی دعای خوبه، آمین بگیر شما دعا دا یا خدا بزنه که بعد سیمو بزنه. مسلم حنیف نوشته که این چاپلوسا میگوید ما رو روی کنید، این پیشو ملت تعریف میکند، خلق در چی درد این کنلیس پیشو با پیش شما خلق فریب کرده نمیتونید. بله همون مردم هم گفت، همون ایره گفت. مجید عوض نوشته که زجگلکه از این زیاد نمیشود. بله واسه گفتم که چراغک یا که همون آتش سپیچکایی نمیاد. این همجا شما فقط میگفتین ما جای کار بتین، ما نمیریم مسکو، ما در بیله در کار نیست. راه به سوی الله نوشته که شرم میدارم همین طریق ویدیوها را تماشا کنم، گپا بی شما از جناب راضی هستید؟ بله همین موضوع ما برای هم موندم. شما جناب راضی هستید؟ در کامنتر بنویسید. شنونده ها یا که همین مردمی که تماشا دارین که جناب راضی هستید؟ زینالدین زیدان نوشته که ای مردم تنجی چیه دولت درو، ای خوبتون میکنه ای بدتون کنه. بله احمد نوشته که ای اکرام سبحانزاده از تعریف و توصیفی که در هر یک کلمات که پیشوا را میکنی، رو مردمی که در فرودگاه بالای بیتون خواب است، گرسنه و تشنه، آنها را با خوراک گرم و مهمانخانه یعنی جای خواب تأمین نمو. سفسطه بیکار نگو، همه گپای تو معنی نداره. ولی اینو در جایهای گرم گستنسو دم گرفتستند. مردم در بیرون در بالای بیتون شاید در اونجا علف هست، در بالای علف خواه شکمش گشنه تشنه. ای جناب راضی هم. سمیه حسین نوشته که بلیت گرفته خونه با رفته خواب کنید، پدرنالت فقط صلح گفته شیطانی لایی. بله گر درباره مصیبت درباره یک مشکلی در مشکلی درآمده ای صلح گپ زیست، ای آرامی مردم آرام کنید، ای تنجی و آبادی گپ زیست، ای جنابش گپ زیست. حبیب نوشته که این مرگ به همون پیشوا و به همون گپای بی‌معنی اوراد اکرام گفته است، اورادش گفته است. علی تأخیر نوشته که به خدا قسم میمون بازی. بله قسم خوردن در کار نیست، اما میگیم که همین شفاف آشکار هممون میدونیم که یک میمون بازی مسخره بازی مردم بود و تونست تک با میگم که یک میمون اومد میمون بازی کرد مردم، تونست واقعا تونست. انا شما ببینید دیگر هر یک انتری مصیبتاتون انتری حتی نام میتینگ هم بکنین نمیرم بدونین نمی میتینگ هم بکنین، شما باید این تجربه هم شید برای شما، اینا برای تماشابینا برای نفرایی که در اونجا حضور داشته تجربه شید که فردا شما با میدان میبرید این یگان راه نداره، یگان همه دروازه شما بسته میشود، یک دروازه برای شما همه وقت بازه و باید که همون دروازه را داخل بشین، همون راه را برین. این انقلاب، این میتینگ، این میدان برآمدن تونه و این روز میشود، شک نیست. شما هیچ علاج ندارید، نه دکترت، نه ملست، نه معلمت، نه پادوان، نه دهقانت، هیچ علاج نداره که تو باید به میدان ببرید. انا خیلی مسخره بازار را شما اوج دیدین، الکی شناسین، انا خیلی برای شما میان
در اون میدان میگن شما جنگ میخواین، شما تنجیر نمیخواین، جنابی اولی خواه نیستای، جنابی اولی چای خورده قهوه خورده که خواهش بپره. شما در میانن تری افسانه میگن خیلی بگه که فریب اورا تاجیکستان با پیش میگن تون شما باید یارو قبول نکنین. اینا دیدین در مصیبت بگیم که اومدن همین گپا گفتن این برای شما باید یک تجربه شده باشه. پادل نمیل نوشته که این کذاب ببینین در چی فکرای مردم بیچاره در چی فکر بر پدر تو هم لعنت بر پدر پسوای ملت او حرامزاده برام مشکلات مردم حل بکن تو با پیش گفتن این مردم هم رنگ گوسفندی کر با پیش گفتن فریاد میزد. ای مردم یک بار فکر کنید کجا با پیش در روی بیتون خوابی سوال دو دسته یا اینکه با غلامی با پیش تا کی شما اینقدر بیناموس میمونید. ای مردم شریف یک لعنتی آمده شما را رنگ کودک فریب داره، شما از لعنتی امام علی راضیت همت با یک آواز راضی میگین. بله شما را آمد فریب کرد، شما کودک نیستین. با میگم که سین سالتون فرق میکنه، عقلتون فرق میکنه، فهمیش علم دانش رنگ رو سین سال فرق میکنه. شما را نخواه یک دیوانه اومد این خیلی فریب کرد همت دست برداشته راضیم گفتین. خیام محمد اونایشته که کمدی کلاب خون خلقم مکیدن تمام. بله با میگم که شما قدر رسخودی زیادی کردین که شما خودتون میدونین. شما اینا نگاه کنین مهاجرو شما خوب نگاه کنین گوش کنین نمیگه پر خودتون بعد نمیگه یک 10 مینوت وری فکر کنین. شما اینا تمامی زحمت کشیدین بگذار که سمالیات واوریم در وقت ساعتش پرید شما را پرواز داد اومدین در روسیه جای کار نداشته باشین حالتون چی میشه؟ ما در گذشته گپا را گفتم که شما در پول زیاد در کره جای استقامت حجتی برای جای استقامت کنید رجیستراسیون برای پاتن شما در پول زیاد در کره جای خواه و خوراکه اینا بذار همش کردین همش قرض کردین جای کارتون هم میافتین خونه هم میافتین دکمیتون کردین رفته یک پس شما را دپورت میکنن. این خیلی کارا هست این غیر قانونیه این ظلمه ایرم از ظلم میفهمم از جانب فیسبوک شاید یا که همون انویدش باشه در همین روسیه ایرم از ظلم میفهمم. ایرم یک فشار تحقیری مردمی تاجیکستان میفهمم. در بالای شما میشه و شما حجت دارین پاتن دکمنت دارین میارن شما رو میگیرن میبرن محکم میکنن سپیس پریومش میگین یا که نمیدونم ترمش میگین میبرن محکم میکنن. چی بعد یک تفتیشه یا رده شما میگین خب ما همه چیزا داریم یا رد میگذارن شما را هیچ کس در اونجا صاحبی نمیکنه. این حق یا ندارن شما را برن حجت دارن برن محکمتون کنن یا که همون جای کارتون بگیرن در ماشینای اون ماشینا برای جنایتکارای شما جنایتکار نیستین. این تحقیره که شما را در ماشین ما را حیوانا را میگم داخل ماشین باید بار کنی حیوان یا که یک نفر که آدم کشه تروریست های داخل واقعا آدم کشه جنایتکاره که جامعه دا خوف داره انم خیلی ماشینای ستکا پیج آهم پیج دا بار کنن یا که برن باور کنید چه خیلی ما بفهمون شما را در یک کلیدکا ما سگ دیدم شیر دیدم پلنگ و دیگر حیوانایی که در زوپارک زیادتر شما هم دیدگین انم تاری کلیدکا دا بستگی یا که محکم برای چی؟ برای او بیرون نبلاین که ضرر میتن در مردم یا که در جامعه شما را میبرن در انتری کلیدکا خواه میکنن یا که محکم میکنن. رسم ها هست ویدیو هست بسیار حتی دیدگین در اونجا شدگین. این تحقیر است تحقیر از جانب فیسبوکش با میگم یا که امیدش باشه شما توقع میکنین. این تحقیر را در داخل هم تحقیرین در خارج هم تحقیرین. شما انسان ارزش بالا داره ای قانون دنیاش ای قانون شریعتش شما در این دنیا باید سربلندترین انسان روی دنیا شما باشین. مسلمان برای اون میگم برای تاجیک بودن تو نه برای مسلمان بودن سربلندترین انسان روی دنیا مسلمان باید باشه. اقلا سربلند هم نیستین با آبرو نیستین اقلا شما به آبرو نباشین سرخم خور ذلیل نباشین. همین نفری که بخواه که مسلمان بشوه کو همین حال زور شما میبینن ای رنگ روی اسلام هم بزور میشوه ای رنگ روی بگیم هم خیلی
نه چه خیلیش بگم که گناهگار نشم خدمت. یعنی که نمیفروش دیگه مسلمان باشه یا که مسجد بروه یا که خچم مسلمان بگیره. ایزا میکشه که میبینه میگه این حال یاربی. اول با میگم که تاجیکستان. یعنی چی؟ تاج. قصابه میگیم یا که نمیدونم تاقی میگیم چیش میگیم؟ باید که دستر شما هم تری باشه. تاجیکستان میروند همون سربلندا سرخم میکنن در پیش پای ایوان اندره نمیدونم دیگرش میغلطن کار میکنن. این بسیار تحقیره برای مسلمان تا این درجه را نباید تحقیر بشود یا که قبول کنه تحقیره. این کار را نباید بکنه. با میگم که مسلمانی دن ما اگر حساب کنیم خدمونا نباید خیلی باشه، در تاجیک بدن ما نباید به این قدر پستی و ما راضی باشیم صبر بکنیم. میدونه که دیگر دروازه مهاجرت برای شما کشودگی هم دروازه‌ش دیگه بسته نمیشه تا روزی که این ظالم یا که بگیم دشمن هست امام علی این دروازه برای شما هوی کردگی کشودگی برای کار کنین مدر خراک یا که بگیم که پشاک در کرای کیف صفا در کرای. خب دشمن کرده یک برادر با صبر 80 نوشته که برادر یک شب قطعی شد باش بعد میفهمی که چی حاله در سر اینها بیچاره ها شوی دراز در ایرپورت خوام. بله اخی میگم کو عیب اون مردم خودش همین حالا کی آورد خودشون یا آدم طرف فریب کرد خب کردی چیکار میکنه او عقلش میگیره؟ نه تو باید گپ زنی تو باید حق طلب کنی و با حال شما رحم نمیکنید. با میگم یکم بار نیست چی درک نداشتن که در فرودگاه بعد یک چیزی گرم شما بودن که در فرودگاه این قدر آدم در اون قدر میگن که حالتی وزنی قرار داشتن همین رژیم خودشم شرم نکرد ناموسش نیومد که اقلا مایل مردم هیچ حساب نمیکنه. آخه فرودگاه بین المللیش میگن فرودگاه بین المللی یعنی جهانی فرودگاه شهر دوشنبه که قریب 2000 1800 نفر کار میکرده است. شرم نکرد که در اینجا از خارجه مهمون ها میاد همین را بگیرن برن یکان جای خوابشون بتن یا که سر وقت همون هواپیما چی بده که نمیتونسته در همه حالت اضطراری عاجل بیا پرواز کنه بروه. اگر از یک فرزند رحمانوف این رحمانوف خودش وقتی میخواد که یک جا بروه سمالیاتش چی به تیار راه سمالیاتش تیار راه میشه خودش توقع باید سه چور گشنه دیگر شکم چران دیگر کوستالیس چوبلوس دیگر در اطرافش میشینم میروه بنزین او رسخودای گرد اطرافش آدمو همه او ایبوجای کشوره این کار نباید بکنه. چی با در بین مردم وقتی که شما میگین ما با جناب عالیم ما ای راضییم در همون سمالیات شما نمیشینه در بر شما بروه شما میخرینش آدم خرین شما میکشنش میزنینش نه شما با ای خرسانی را میبرین که قطعی ما 6 در بر ما 6 روسیه رفت. اگر در همین فرودگاه یک نمیدونم مهمون دیپلماتیش میگن یا پرزیدنت یک کشورش میگن یا یک وزیرش می اومد رسما ای افغانستان باشه اروپا باشه آمریکا باشه روسیه که جایی نباشه با فرودگاه می اومد امام خودش با همون 10 20 ماشینش دوام با وزیراش میرفتن خوش اومد گفتم میگرفتن میوردنش. حالا اون که او وزیر یا که رئیس جمهوری یک کشور باشه یک مهمان دیپلماتیک باشه پیش مردم نیومده پیش اون امام خودش اومده میدونی اما مردم گفته وطن گفته اومده میفهمین نه اونا کی ژیرنوفسکی اونم کیه اونم یک دیوانه برای من یک دیوانه یک احمق اونم کیه تاجیکستان رفت این پیشوازگیری را بینی این رقص بازی را بینی دخترها را دادن در بغلش راحتی دنیا را با فکر کرد پد درمو دوشنبه و در رگه رفت انگورو را چشید دیدین کی بود یا حزبی LGPB بود LDP را چه یا حزب در روبره دیدن با فرودگاه را رفتن خودی رسما قبولش کردن خشومتش گفتن شما مهاجرا حقی او بالاتر دارین بفهمین او بالاتر آبرو دارین و باید که خودتون امیرم ایست کنین که شما ایروی دینش حال من نمیگم ایروی دینداری بدینش نمیگم شما شهروندی تاجیکستانین شما باید ایود از زیادتر احترام داشته باشین
شما در نیومدن میگن که پیش یک مهمانی اولی قدرش میگن، دیپلماتیش میگن، سیاسیش میگن، میدون با فرودگاه ماشینا قطار میرون، دخترها را میبرن که بیاین و چشم چرانی کنن کیفشون بگیرن. شما در فرودگاه خوین یگان تاش نیومد، نه اتوبوستون روی کرد، نه کمازتون روی کرد، نه مرسدس. مسلم نوشته که توش نه گوسفند بدهی توبه. ایشون نوشته که این مسته با فکرون مردم توت میگن، این رئیس بد میگه ها 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 توبه. بله این واقعا این مسته، این مسخره بازی چیه این نفهمیدم. عزت امان نوشته که از پسی کارتون شوید، رفته در بالای بتون خواب روید، شما باید در مهمانخانه خواب روید رایگان. بله این هم گپی امروز اکرام گفته است که فریب داره مردم که پای کارتون شه، او هیچ کار نداره، او باید بپرن در بالای بتون برام خواب کنن. یعنی همین گپا بگوشون. عبدالله که نوشته که 30 بار ما ای جناب عالی روزی ای بای پریچوم здесь تنجی روزی هستیم نیستیم، شما ظلمی ستمی یک طرف مونیم. خیلی نوشته. بله جا واقعا اینجا پریچوم ایمالی اینجا تنجی اینجا گپ در باره اون رفته است. چلوک سلو نوشته که ازبکستان ارزان کرد، برای همین شما ارزان کردین. تنجی امونی پیشوای ملت خندت میگیره گپ زنیش زید. خب یک نوشته خیلی نه نوشته که در دستش بلیت از پس کدام کارش رود، صاف بسوادی پدر و مادر لعنتی. بله در دست راست میگم خیلی باید یه نمی ساعت بپرم. این گفته که پای کارت نشه چیکار کنم، یا همه کارش رو تمام کرده یعنی همه کارش رو تمام کرده کاریو در روسیه بتن اخی همون هواپیماشون بلیت عینه و بتنشون بپرن نه پای کارش نشه. کاتیا ایوانووا نوشته که روسیه با پیش این گپو بعضیش کو کنایه می هموطنا کو بعضیش کنایه‌تون میزنن، یعنی یک جورتا میگن شما را اینا بدونید. بختیار اشرف نوشته که این احمق خدا و رسولش امام علی نعوذ بالله خداوند خود رو ذلیلتون کند، از پشت وظیفه شده شما هان دولت‌های همسایه شدن نمیتونید. بله ای خدا به خبرم میاد. تاجیک نوشته امام علی نیست باد حرام خورا. دولت اس نوشته که کجاست اون مردی دلیر، مردی شجاع خیزه بگوید آخر از کدام کار امام علی و دولت داریتون راضی باشیم، همتون رنگ مرغ شده رفتین، یک رمه گوسپندین بی عقل ها. عمر نوشته اینها همش کریسن، ای رحمان سر کرده همش کریسن. بله موشن یا همون چی در رفت که پاریژ در ششمی نهمی اکتبر 2019 رفته بود جوگاش بود یاد داره. اگر یاد نداشته باشین که تماشا کردگی نباشین، ما یک ویدیو دارم نوشتم که فوری موش امام علی رنگ موش هست نوشتم، خیلی نام ویدیو رو فراموش کردم چیزی نوشته امام علی رنگ موش پنهان شد نوشته نام ویدیو رو. دژان تجه نوشته که همینجا از رنگ تلفن میره قبول کنه که چی میگفته باشه، شاید من فکر خوبتر بود میگم. علیا و علیکم سلام. در پخش مستقیم برادر. پخش مستقیم دارم. بله. من نه طرفدار شما نه طرفدار جناب عالی. مقصد شما چیه؟ من سوال بهتون بعد در سوالت جواب میگم. نام موضوع ما را خواندی چی نوشته گه؟
پیش زنگ زدن. نه خب بیا نخونده باشی بگو از جناب عالی راضی هستی یا نیستی؟ البته راضیم. برای چی راضی نیستم؟ با کدام کاراش خیلی در باید ما شکرانه کنیم که پیشوای معظم ملت داریم. پیشوای بعد آزی تو میدونی که چی گفتی؟ آزی بیاز به یک دقیقه تو آزی پیشکی میدونی چی گفتی؟ پیشترک تو آزی میدونی چی گفتی؟ تو وقتی سر که دیگه پا گفتی که من نه طرفدار شما و نه طرفدار امام علی آزی میگردی میگوی که من امام علی راضیم من دوستش میدارم چی خیلی فهمی میگه پا؟ خیلی معقول باید همون خیلی بفهمونه که شما فقط بینوسا جناب عالی را میگین یا اپینو چندو میگین خیلی بفهم تو آزی گفتی که من طرفدارش نیستم تو ده گپ نمیتونی ایستوده ده گپا شدن این درویا شدن بزه بکن خیلی ما گذاشتم طرف جناب عالی پیشوای معظم ملت از گناه حد گذاشتم این سو گذار خیلی گذاشتم ما طرف جناب جنایتکاری تو میخواه با فکر شما اگر پشتیبانی کنیم بله گناهکاریم جنایتکاریم بله بابای زد من حقوق ندارم که از جناب عالی دفاع کنم نه حقوق نداری راستی حقوق نداری چه نفهمیدم شما دعوت دموکراتیک دارین یا دعوت اسلامی تو گپ اختف فهمیده چی گفته سای اینجا درباره دولت داری و دولت ساختن گپ نرفته سای تو مرا گفتی که من جنایتکارم من خواهد گفتم دلیل بیارم که جنایتکاری بیار دلیل وقتی که من اینو شریعت نمیگم برای شریعت بگم با شاید که نمیفهمی سواد نداری بعد یک میگریزی که گپ دیگه است میبری ایرو قانون دنیا نگاه کنین هر یک شهروند آزاده یعنی که سرقانون چیش میته آزادش میته چی میکنه گپ میزنه سخن آزاد داره زندگی میکنه نه که وقتی خودت اگر بخوای که آزاد گپ زنی یا که بگیم که فکر نظر اختیار بگوی تا نمیتونی گفته میدونی تا از همینجا چاپلوسی میکنی برای همون چاپلوسی این جنایت گناه خاک شپیدن یعنی که سفید کردن یک جنایتکار این خودش جنایت فهمیدی یا که نتونستم فهمیدم شوای معظم ما یگان جنایت کردگی نیست اساتگزار اسلام بردفشه خب یک کامنتور رو بخونیم نظر مردم گوگو جان گدای نوشته که خلق فریب نکنین خدازاده ها ایتن شما من شرم میکنم بله خلق فریب نکنین کریمه ارتیکو نوشته که او این چیست کراونی مسخره بازی خلق با روی راست ازدیوت سا کرسوس بله این هم ازدیوت سا میگن که مسخره بازی کردیستن مردم جوانا متحد شوید نوشته که از شما هیچ کس راضی نیست حکومت داره بله از شما هیچ کس راضی نیست ما هم میگیم او مجبور کردیستن که بیعت هم میفهمین چی میشه بیعت از زمانی گذشته بود حاضر هم هسته یعنی که یک نفر دگوار میکنه یا که بگین دست میته یا که بسیارتر دیپلماتی میشن کاغذ خطی می نویسن راضیگی میتن که ما دست صادقیم ای مردم بیعت گرفتیستن ما شما راضییم احمد شمیل نوشته که این چاپلوسی لسک نمره یکم بده بله در ماه مای در اخیراش چاپلوسی رقم 1 شد پیشه ای در خشوتراش بدم یعنی که چاپلوسی میکردم سوربانشاه 1926 نوشته کمالو تو در یک روز 10 بار بیای نزد بندماندگان و هیچ کاری حل نکنی چی فایده اومدنت خوبش آنقدر غمخورید نزد کسه ها در ناظر مانید تا اینکه با نرخ ارزان فروشند و اجازت دهید با شرکت ها که سر وقت آماده مهاجرت برند بله اینا بهترین پیشنهاد گپی بسیار جاندار او قطع دلسوزی او قدر تو راهبری و تو مردم هم میشناسی که پیشوا تا سیاست چه بگیم پیروی دوری
تو چی با در نزد همون بلیت فروش، همون کاسیا یا که همون چیپتا فروش، همون دکانش ده یک نفر ناظر نماندی که بلیت قیمت نفروشه و چرا اینقدر فروختن روز و ساعتش معلومه تو هواپیماها را نماندی بپرن؟ این چی مسخره بوده؟ ای پیش خودشون کردن؟ نه ای پیش خودشون نکردن. عبدالاحد کریمو نوشته اوف جناب اولیت اینجا چی دخل داره؟ حکومت کشور چی دخل داره؟ کار اینا را حل کنید تا کی با پیش میگین این دروغگوها. بله اینجا گپ داره چی رفت که با پیش حکومت امامعلی بود. الله اکبر نوشته است که ای روی اوچای ختم سیو ای پیشوتم پدنالتو فقط مردم فریب کردین. این مردم بیناموس هم امامعلی آخرش دشمن بوده. یک برادر نوشته که امزه عثمانو این چاپلوس کی باشه؟ این چاپلوس اکرام عثمانزاده رئیس اویاتسیای گراجدانینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. تمام این پروازها در اختیار همین هم. این راهبرش، این گناهگار، این جنایتکار، این باید جواب میگفت، عذر نخواست و نمیخواه. اما مردم هم به یک خنده، به یک فریب جواب داد یا که بگیم آرام کرده تو نیست. ارتور کره نوشته که ها بعد میبینه نمیشه میگه ای جناب اولی راضی هستین؟ بله مردم سوس نمانین، خدا شجاعتتون زیاد کنه. انم خیلی هر روز جمع شوین حقتون طلب کنین. وای روش سیاه میکنه یکون بار در بین مردم برآمده خچا گم کرده. فقط یک گپ داره ایرا دیده میبرایم اورا دیده میبرایم. بله خچا گم کرده همو گپ ندونستن نه فهمید که چی گفته است. نه خب با دروغ هم نتونست فریب کرده. یکم بار بود بین مردم برآمده برامو دیگه سبور گپا تا داد. ب نوشته که با دروغگویی مردم با پستی آورده. دیلوار جمعه نوشته که انا لاف و من لاف خلق بیچاره باور میکنند. نوشته که این ملت رنگ یک خر بلیت میخره با التماس و التجا میکند که ما را یاردم کنید که پریم همونجا در کار طلب کنید غمخوری برای غلام شوید تستر غلام شوید. خیلی همون گفتیم پیشترکی شما غلامی میرین، شما قبول میکنین نمیکنین غلام. ولی همین بعضیات خیلی این کاری نیسته که من سایرش بگیرم که من گپم خطا باشه گناه باشه. بعضیات دیگه وطن نمیتونین گشته. میدونین چی با در همونجا میکشنتون یا که بگون بگیم که حالت دیگه ای دنیا میگذارین میمرین وفات میکنین. یعنی که آخران سفرتونه بعضیتا. برای همه ای خدا دور نشین توبه و زوره و گریه را هیچ وقت فراموش نکنین. امیر شاهین نوشته است که این مردمی تاجیک بس کنید همین چاپلوسی را اینها فریب میکنن شما را استعفا 10 بار استعفا نوشته. سوربان شاه نوشته است که تاجیکستان با پیش این یعنی به سوی مردیکاری. اگر اینها گویند که ما راضی نیستیم از حکومت چرا که نرخ‌ها را گران کردن با جایهای کار نمیتوانند تامین کرده خلقش رو. بله سنگلی خالمراد نوشته که این چی گفته سعی بذات مردم فریب نکنین. بله گاری پوتر نوشته است که به خدا قسم وقتی انقلاب رسیده است 50,000 میتینگ برایم به میدان رحمانوف خودش میگریزد. بله وقت ساعتی میتینگ برآمده یکی رسیده انقلاب. مای براتیشکا نوشته است که همسایه ما ای بانک کتی دادرش ای بانک پول گرفته است 60,000 سومون گرفتن راسیه رفتن اول یک کردن هر دش مردن
مرده‌هایشان را به مهاجرا روی کردن یا روشون را سیاه میکنن. این ما خوب گفتم پیشتر، بازم تکرار کنیم که شما پول قرض میکنین، شما میرین، شما گارانتی ندارین. اگر بگین که توکل به خدا، بله خدا نگهبانه، باید به خدا توکل بکنی، دنیا اسبابه، سببه. میدونین شما باید که اسباب استفاده ببرین، نه اینکه به همون خدا توکل کردی برای. باید ای اسباب، ای دنیا استفاده بری، بعد کارت حل میشه که بود میشه. اینا گفته است، اینا نظر شاید که فکر شه هموطن مون که 2 نفر اکاو در پول قرض کرده 60,000 سومون رفتن در مسکو وفات کردن یا آواری کردن. ورای نه مهاجرا سونگا جمع کردن روی کردن. چی با سفارت رویشون نکرد؟ سفارت کجا رو نگاه کرد؟ اونا بز امام الدین ستار کجا رو نگاه کرد؟ چی با حساب کشور، حساب دولت، وزارت کارهای خارجی داریم، سفارت ها داریم، چی با روان نمیکنن مهاجرا را؟ با شما جناب عالی تو راضیه؟ شما با میگون گارانتی ندارین، میرن در مسکو وفات میکنن، پول قرض او سختی در گردن خانواده‌تون اکاو دادرتون میمونه. شما با فکر کنین قرض کردن روسیه نرین. نمیرم من بگم تو قرض کردن نره روسیه. شما با میگون گارانتی ندارین، میرن یا بیکار میمونید یا ابرد دپورتون میکنین یا که میمرین. شما ظلم بختون میکنین، به خانواده‌تون میکنین. زیاد خانواده هایی هستن که تا پول قرضی فرزندا و نزدیکاشون دادن نتونستن، زیرا رفتن در اونجا وفات کردن یا رفتن از کار پیشون کردن، بیکارن، زندانن. شما چی کار میکنین؟ شما توکای خودتون بختون ظلم میکنین، خودتون بختون ظلم میکنین. شما کمتر فکر کنین. اخی خیلی زندگی درست نیست برای شما، این خیلی زندگی برای شما در کار نیست. شما آدم باید رنگ آدم زندگی کنید. پلانتا زمینی نوشته است که مجبوری راضی باشید. بله بله، اونجا همون بسیارش کو باور میکنین ای ترس بود که امیر راضی ما جناب خیال کردن که ما هم گپا میگن باز میان سملتو تایرا میشن دراش نهوی میکنن، میگن مرحمت خوش آمدین، یک مرحمت بفرمایید بشینین هواپیما در راست میرین مسکو. حبیب عثمان نوشته است که لعنت شیطان پیشوا پرست شو میکنه، پرابلم مردم حل کند، پیشوای شما امام‌التر شیطانه. بله اینجا یک نفر یک لعنت کرده است، کم تر نادرست است اما توجیک است، ما باید بخونش و در اینجا یک 2 نقطه را هم بگم. 1 میلیارد لعنت به تاجیکا، به امت محمد شیطانه. اگه پیامبر شیطان نگفته جمعه گپی را بگیم که صحیح تر درست‌تر شد. با شما با ما هم لعنت کرده، تاجیک کرده اونی است. با همین حالی که میگه شما امت پیغمبرش، یعنی که میگه شما شیطانه. پیشتر گفتم باز میگم که امت پیغمبریم، ما و شما باید آب رو داشته باشیم، گپ خدا را بگیریم، پیرو پیغمبر باشیم. بعد او وقت ما مسلمان بگیم خودمون ایزو نمیکشیم، قدر داریم، گپ ما معنی داره، راست گفتیم. تو وقتی که گپ خدا را نمیگیری، پیرو پیغمبر نیستی، مسلمان نگفته. فهمیدی؟ مسلمان ما هممون باید ما خودمون مسلمان نگیم. ای به شرمای که تو پیرو پیغمبر نیستی و نمیدونم با کجا فخر میکنی؟ با تاجیک بودن فخر نکن. او ملاگر میگه کو باید ما با تاجیک بودن فخر کنیم. نه گپ خطا. انسان باید با مسلمان بدنش، بنده خدا بدنش فخر کنه. چی امریکا یا که بگیم روسا، افریقایی ها، ترکو فخر نکنن؟ یا که هر کس با ملتش فخر کنه؟ اینجا قوم پرستی میشه. یگان ملت بالا و پایان نیست. همون ملت یا که همون انسان بالا باید فخر کنه که پرهیزگاره، گپ خدا و رسول هم میگیره. آن آدم باید فخر کنه، واقعا در نزد خدا آبرو داره، قدر داره. اینجا همین دعاش یا که لعنتش همه این خطاه. لعنت کردن درست نیست. همه را هموطنان لعنت نکنین. من چند بار میگم گفتم بازم میگم که فقط من شخصا من امام علی را لعنت کردن شد بله درست میدونم و حتی من را با افتخار کرده میگم که امام علی لعنتی است.
برای چی؟ برای عمومی ابلیس های شیطان داریم، ابلیس داریم. شیطان خدا لعنت کرده، ابلیس هم ما لعنت میکنیم. برای پیرو شیطان در دنیا شیطان نماینده خچ داره، سردار ستاد، معاون اول شیطان عمومی رحمون در تاجیکستان. برای لعنت نکنید هر کس، هر بگیم که نفری هستن که لعنت کردنشون درست نمیشه و شما گناهگار میشین. گویا خودتون لعنت کردگین. سفرما گلوه نوشته است که مردم ای گشنگی را حرکت جمع کنی ندارد. بله آخه میگم که اونجا بیچاره 3 روز 4 روز در روی بیچارهشو نمیگم، و بیچاره نیستن، و قوای کوریان، غیرت شجاعت قوا دارن، نیرو دارن. انمیان روسیه آدمی بیمار نمیروه، آدمی فلج نمیروه، آدمی که کلانسال اکو سینی سالش بگیم که او باید درجه اجرایی که رگشتن نمیتونه که کار کده قوا نداره، اون نمیروه. کودکا نمیروه روسیه کار کنی. میدونی نه؟ نفرای میروه که کار کرده بتونن، قوا دارن، نیرو دارن، اوا میرون. یا بیچاره یا من نمیگم این خطای بیچاره گفتنشون، مظلوم گفتنشون حتی خطاه. چی با مظلومان یا چی با مظلومان، چی با بیچاره هن؟ ای دست یا همه کار میاد، ای دست نمیو همه کار میاد. شما میدونید که در همون تاجیکستان با بسیاری کار دست میزنن. این همین دزدی ایرو قانون شریعت هم درست نیست، ایرو قانون دنیایی هم درست نیست. دزدی کردن چی یک تلفن میدزدی، چی ماشین میدزدی، چی گاو میدزدی، چی یک لباس میدزدی، گوشوارک میدزدن بعضی دخترها و زنکو. یگان تایم درست نیست. قانون دنیا هم محکومش میکنه، آخرت هم. همین را نگاه کنین، دیده و دانسته ناترسیده میرن دزدی میکنن. ناترسیده میدونن که همین اگر بخپن میبرن 3 سال 5 سال 10 یا 20 سال سودشون میکنن، زندانشون میکنن. همین ریسک میکنن. برای چی؟ برای که یا نمیترسن یا قوت دارن یا همون حرکتشون هم میکنن. پیرانسال باشه نمیتونه دزدی کرده. چه خیلی میدزدن، میدونه که قوت گریختن نداره، که همون بالا دیوار پریدن نداره، یا که دیگه و دیگه. همین نفرایی که هستن یا مظلوم و بیچاره نیستن، یا همه کارا کردن میتونن. بعضی همین نفرایی هستن شاید خیلی خطا باشه گپم، ای هموطنای ما هستن که دزدی کردگن زندان نشیدگن، آدم کشی کردگن زندان نشیدگن، یک نفر از زدن، یک نفر حقش خوردن و همین حالتای بگیم بعد دست دادگن در زندان شیدگن. اما میگوی زیدی رحمان گبزه حق طلب که میگه زندان میکنه. چی بعد دزدی میکنی، ریسک میکنی، میدونی که بخپن میبرن زندان میکنن. برای یا بیچاره نیستن یا همه کار ایدست چون میاد. اما چه براز نمی لگوی تشک زنه که بیته در یک سال 3-4 گونی میکنن. یا که بگیم که بعضیش در نمی روسیه میان، ندیده نه هموطن ما و شما. ملیسای اوروسا میزنن، ویدیو را دیدین؟ میزنن. شهروندای دیگه خارجی قد جنگ میکنن، پران میکنن. هیچی ترس ندارن، نمیگن که ما را میزنن، میکشن، زندان میکنن. این چی بوده که همین فقط امام علی را گفتی در حال یارا همین آخر شما دوزخ نمیرین. شما با میگو که اگر با قیامت باور داشته باشین، با قرآن و با گپ پیغمبر باور داشته باشین، اگر مسلمان باشین، همه این گپا را با شما قبول کنین. گپ خدا و رسول جای شما بهشت است، جنت میگن. شما جاتون انا مجاه و هر چیزی را که من شخصا دستور میتونم که پیشنهاد میکنم بد نیست. اگر من با بدی یا که دیگر هموطنان و برادران و مبارزان شما را با بدی راهنمایی کنن یا خودشون هم گناهگارن، شما هم اگر پیروی کنین گناهگار میشین، گپ شما نگیرید. ما بر راهی گفتم تا که شما حقتونه و باید بکنین میرا و فکرم بکنین گپتون درست باشه قبولش کنین، نباشه بگین گپت قبول نیست، گپتون بگین که به فایده ما نیست. الهام غنی نوشته است که من از جناب خالی راضی نیستم. ولی باید اونجا همین نفرش میگفتن که ما راضی نیستیم. میگفت چی با راضی نیستیم؟ ما چی با در این حالت قرار داریم؟ چی با ما بریم در خارج کار کنیم؟ فرزندای چی با نمیرن در خارج کار کنن؟ برای او جای کار میشینن، کیف صفا برای او بده. سبحان تجیکی نوشته است که مرگ بر رحمانوفی وطن فروش، استعفا دیکتاتور بیناموس مردم خار کردی. بله مردم وقتی خاموش باشه، مردم بی‌طرف باشه، هم خیلی خارشون میکنن.
اونا که با مجبورشون میکنن با شکرانه میگن، تشکر میگن و روزگی خودشون اعلان میکنن با صدای بلند. همون حالت شما ببین پفتور یک بار دیگه. ای جناب والی راضی هستین؟ جناب والی با پیش، حکومت با پیش. دیوانه های. این سبحان زاده دیوانه های. میگن دیوانه را دیوانه کرد. این هم طریق کرد. سعید نوشته است که سامون ایر باشه همه صد میشه. چیپتا را نرخیم باید نخرینش بنویسیم. نخریم چیپتا را 15,000 سامون کنیم بعد بلیت بخریم. بله خیلی شما فورید بلیت را فروختن امروز خودشون بیگناه میگیرن یا بیگناه نیستن. همش یا میدونن یا خودشون کاری دست خودشون ای شما مجبوری پول کندن. الکس علیخانوویچ نوشته است که یک بسواد مجبور کردن که گپ زنه گپش معنی نداره. رود سیاقتی جناب اولید بدبخت نیست بود گوکالا دیکتاتور ایمانوئل. ایمانوئل بله ایمانوئل گریگوروویچ رفته لوکاشنکو را برادر گرفته است. اینا یه هموطناش که هم جواب باور داشتن که در هم فرودگاه همسال رحمانوف هم بود. رحمانوف 68 ساله بعضی کلان سالا یا شاید خانه پدرش میروه یا شاید که خانه فرزندش میروه شاید میروه بعضیاش سالهای دراز در اونجا کار کردگیان میروه همچون یک اخران کار میکنه یعنی دست در کاری وزمی نمیزنه 68 ساله 70 ساله. وقتی لوکاشنکو را برادر میخونه چی بنابراین برادراش هموطناش همزباناش از پیش برادر بخونه که دستگیری کنه. آریا گنج نوشته است که میمون بلیم از کجا این را بالای ملت میورند؟ آخه همون اماریخ چی میمون بازه مسخره بازه اگر اطرافشان تره دیوانو را جمع کردگی. مدرت نوشته است که به خدا قسم این کارایی که اینو کردستیان باور دارم عقل شیطان این دروغا را نمیگیرن. نمیگیره عقل شیطان یا که چنین شیطان دانو نیستن نه که به هر حال گفتم که مومناش هم کمکگر یاردمچی شیطان هست. اینجا یک هموطن و گپی سخت نوشته است. از این روزتون بدتر شوید منافق ها. آخه مردم شما نگاه کنید شما مردم داخل و خارج بگیم که غضبناک کردین نفرتشون رو بلند کردین که به همین مصیبت به همین بلاها گرفتار شدگین در همین مشکلات شما با جناب گفتین رازگی خرسندی کردین. انتظار لاوه تجیکه نوشته است که حاضر ما یک چیز نفهمیده استم نمیجده جناب اولی یک دخل داره. چی دخل داره؟ میگوی مردم ویبر اومده این پول بلیتشون فراموش کردن جناب با پیش. ولی آخه همی راست میگه اینجا مردم برای چی اومده اینجا؟ نمیفهمی که چی گفته و مردم چی ای طلب داره. نوشته است که عموما در سوال جواب نداد احمق کلخر. یک کلخر تو را سوال داده استن که پول بلیتو را بر میگردانی یا که نه پروازها انجام میتی یا نه. دویم سوال دو بار دکتر گذاشتین مردم 150 پلوس 150 انا میره چخیر کنیم حل کنیم. با میگم که نوار را شما دیدگی هستین. در نوار سوالش میتن که ما بلیتو را قیمت خریدیم. این میگه که چند هزاری خریدین؟ ای کدام شرکت خریدین؟ 10,000 میگن. با چندی خریدین؟ میگه 12,000. کی 10,000 خرید؟ خیلی میگه که نه من خریدم. موش میگه من خریدم. در سوالها جواب دادن نمیتونن. میگردن میگن که ما این پولی اضافه دادگی میره چخیل بگیرین. میگردن میگه که مرا از همون شرکتی سیورنیویتر زنگ زدن گفتن که ما میخواهیم که پولی باقی مونده همین مشتری ها را بگردونیم بتیم
اما میگه اونا نمیخوان که پولشون رو بگیرن. همین جواب شما ای خنده را سست نمیشین. یک نفر تر پول بده تو بگو نه من پول من نمیگیرم من بخشیدم تو ده. گپی اکرام زاده دروغه یا که امو احمقا میگه گفتگی. گپی کدومش باور کنید. و درباره دکتر بله سوالش میتونن که ما 2 بار دکتر گذاشتیم 150 تا تستی 3 روز وقت داره با میگم 3 روز هم بلیط گرفتی باید که همین مسکو دا پریدی مسکو رفتی نشان میتیم چیپتا تا که ما اینا سازیم سالمیم کسل نیستیم. انا که ببینید آدمی های این همین چیپتا گرفتن بلیط خریدن چند سومی باشه دکتر گذاشتن نکی نمیجا دا زدش کشید ووری من نتونستم پریده رفتم یک تشنج در بیتون خوکت کسل میشید تاوش میکرد اگر همون شب میپرید همون خیلی تاو شما بدونید که ای راسیه ابرد نه رویش میکردن ای فرودگاه راسیه تاو داشتگی را تاسپ تمپراتورا یا که رنگ روش پرکیدگی را ابرد نه باز پس میگردوننش برای چی؟ برای میگن این بیماره این در کار نیست و تستی دیگه قبول نیست تراوجا پراور که میکنن میسنجنن از نظر دکتر بگیم تشخیص طبی در آسیا فرودگاهش هم میگذاری اش تو میگردی میای تا 12000 تا هم سوختگی و دوباره دکتر گذاشته دیدی هم سوختگی قرض در گردن میمونه شما میفهمید اینجا کی گناهگاره با نگه که جناب عالی گناهگار نیست گناهگاره شما در وقتش نپرین شما ضررهای زیاد میبینید شما در اینا دوباره دکتر گذاشتین گفتم این 150 بده 150 300 سومون 700 نفر حساب کرد 210,000 سومون وزارت تندرستی از شما گرفته است چی با به پول شما را تشخیص طبی نگذارن غمخوری ها دلسوزی های پیشوت که جا دارید شما را فریب میکنن جسور ایوانوف نوشته است که روزگی پروردگار تعالی رو گیرید هر دقیقه الله ده گپ زنید اگر الله راضی نباشه شما در هیچ کس نه انسان نه ملائکه نه جن نه ابلیس ضرر دادن نمیتونند. بله ما گفتیم پیشکی که انسان باید هر نمازش دعا کنه که رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا و رسولا. خدایا ما از تو راضیم از دین اسلام راضیم و از پیامبر آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راضیم. هر دعاش باید انسانی را بگه یا ایگه پناه گفتن میگن ما از جناب علی راضیم ای از ظالم چی شما راضیین نمی از ظالم چی شما راضیین سبحان اون نوشته است که راهبران تو با کی خلق را دروغ میخورانید بله همین دروغ هم مانند خوراک سلط برای هم خیلی دروغ گفته هم میگیرن سلیم زاده نوشته است که برای جناب عالی همه با پیش به سوی روسیه به غلامی بله تاجیکستان با پیش میگن فقط چی با بر نمیگین با راستای چپای نمیگین با هوا نمیگین با تای زمین نمیگین این یک نفر با میگیم که کنایه گفته است قصدن گفته است که من از جناب عالی راضی ام چون که 5 سال می شود که در روسیه کار میکنم در عذابم 5 سال می شود ای جگربندانم دور هستم این کنایه میگن اینا خیلی ما سالها از مادر پدر زن فرزند خویش تبار از خرسندی و زیقیامون ما دور میریم و چیکار میکنیم شکرانه میگن که تاجیکستان تنجه تا باید در جای تنجی زندگی کنی آخه تنج باشه مایلی آباد باشه مایلی گپ راست باشه آخه برای در اون جای تنجی زندگی کن چی باید در جای نوتنجی زندگی میکنی تنجی را پرتافتی اومدی بیکاری این نوتنجی های شما بفهمین نمیره بیکاری این نوتنجی های میفهمین باید روزتون بفهمین اگر نفهمین زلیخا علی و نوشته است که ای همین خیلی شیدن گیره بیزاریم ای ختم ای همون دیگراش امرو تونسیا قطعی همین 30 سالگی تون حال زهر تون میشود خب
дарвеш алиев навиштааст ки то кай ба дуруғу шайтонитон халқа фуреб мекунед эй бадбахто. бале моро ҳамин гапа мегӯем ки то кая шумо фуреб мекунед мардума. гарик зоро навиштааст ки бародаро ҳар хел гапҳо назанед. ҳукумати бечора ягон гуноҳ надорад. инҳо ягон кори хато накарданд. як билета ба 3 кас фурӯхтанд. якташ ба самолёту дуташ ба харора тайёр кардаистанд. ҳозир дар тоҷикистон ҳамаи харора қапида Somon Air навиштаистанд. бале натури анҷа ҳамватон як кор кӣ мешавад. ин гуноҳ нест. харотонда таре бинависем дар ягон коғаз дар танаш бичаспонем Somon Air дар болош бишин як мазоқ ёки приколои мантиқӣ меганира. намо ҳаҷвнигоре мо чӣ ба президента мазоқ намекунад, чӣ ба намекунад? гуноҳ нест. гуноҳ нест. шумо ҳаҷвнигорен, шумо масхарабозен. шумо бояд ки аммо масхараҳои ба маънӣ бикунед. хеле харвори ёки девонҳовори неа бемаъни дурӯғ сафсата шайтонӣ ба маънӣ бикунед. эмомалиро мазоқ кунед, вазироша, милисоҳои гушнара, ина хеле ширкатҳое ки фуреб мекунанд мардума, ҳар хел клипҳоро бигем масхарабозӣ бикунед. шумо ҳақ доред. шумо масхарабозен. шумо касбо намоед. ҳамин мардуми мо тамоми президентҳои дунёро мазоқ карданда метавонанд, наметарсанд. аҳамият додем. прикол мекунанд, чи ҳатто душмонам мекунанд. агар не чи президенти дигар кишвар бахчам қадр дорад, айёмали зиёдтар қадр дорад. ӯро мазоқ мекунед, ҳақорат мекунед, ҳар хел таъхирҳо мекунед. чи ба айёмалиро наметавонед карда? очашон ҳаққа душмон кардагия ҳамин олимзодара ма баъзе ҳамиро кур кардам бо душмоношон бидай. бародарое ки модератор ҳастем каналам нигоҳ мекунед, ҳамин ҳақоратҳоро удалит кунед. зиёд ҳақорат кардагиан. очаи субҳонзода агар зинда боша ҳамаи ҷош хоридеста, агар мурда боша ҳам хеле борон вори болои манзилаш ёки қавраш чошидеста. ҳақорат лаънат. и бидонед ки нафаре ки аз дунё бигзара ӯро лаънат кунанд ё ки ҳақорат ҳар гапи сахтш мегӯянд ку агар арзиши лоиқа дошта боша азобаш сахт мешавад, дучанд мешавад. ира бидонед. ҳеҷ вақт кӯшиш накунед ки ё шуморо ё гузаштаҳотона чи дар дунё чи бигем ки баъд аз дунё мегзаред ҳақоратаи гапиш сахт бишнаванд ё ки бирасонанд шуд. марьям норова навиштааст ки тоба шарм намекарда бошанд ҳамё афсона нақл доранд. ё шарм надоранд, ё номус надоранд. худам номус надошта боша шарми чӣ дорад? ауди неизвестный навиштааст ки маймунбозӣ. бале маймунбозӣ, лухтакбозӣ. мари навиштааст ки пешотон пехелтон накна ҷонтонро ба сахтӣ метин биқапед ҳамакаса шаташапш кунед фребтон кардеста бо изона мекаша мушханд мушханд мекунад. ҳамин муш механдад. мушханд кардай ку я ҳила када фреб кардеста пешвод пеш та ҳаромӣ паданалад ай пасаш рӯ ба қавристони сеюм автобаза. бале ҳамунҷа як чӣ мекунам мушханд мега ҳамунҷашта як ҷошта мега ҷаноби оли ба пеш мега ҳеҷ кайқибш сари овоз намегиранд, изо мекашад. мефаҳмед? бояд ки айқибш ура биган намеган. баъд не ки дар дигар ҷош маҷбур мекунад ӯ ай тарса ҳо меган. вақте биган ки мо эмомалӣ розӣ нестем, ака фикр кунед чӣ мешавад ҳолшон? бояд ки ту маҷбур бигӯй ки ман розиам, ман дӯсташ медорам. бояд маҷбур бигӯй. иса закӣ навиштааст ки қадди ҷоншон метарсанд. фақат як гап оромиву тинҷӣ муҳим аст. дар болои бетон 5-6-7 рӯз гушнаву ташна хобанд. қарз гирифта аз 8 то 11 ҳазор сомонӣ билет харидиянд. боз бояд аз ҷаноби олӣ розӣ бошанд. куҷо мантиқ? мардума дар маймунбозӣ андохтиянд. боз тоҷикистон ба пеш мегӯяд. бале ҳамватанони азиз,
комментарий ҳо зиёдтан ҳамаеро ман хонданда вақт надорам, шуморо ҳам вақтона зиёд намегирам. ҷамо 2 соат мешавад суҳбат дорем. дар ҳаминҷа мехоҳам суҳбатро ба охир бирасонам. зеро хеле суҳбатам кардем. бовар кунед ҳамаи қариб гапҳои бигӯем муҳими дар кори оид ба мавзӯъмон буд гуфтем. номи мавзӯъмон буд ки шумо аз ҷаноби олӣ розӣ ҳастем. мо хандаш мондем, яъне як масхара ворӣ. ҳоло ин ки аз бигӯем 1000 нафар шояд воқеиятам дорад ки 2 нафар розӣ бошад. ин воқеията дорад. 2 нафар айрӯи гумроҳишон шояд аз рӯи як косале сайда ягон исусу ягон лагани ширниро метан барои билесан шояд хел боша айрӯи ҳамун розиян, айрӯи мансабаш, айрӯи дигар шароитое ки барои ӯ фароҳам кардагиян режим, вале мегӯянд розием. аммо дар ҳиҷа дар ҳамиҷа чӣ ба ки фарзандои раҳмонов хештабораш айвазиро намегӯянд ки мо эмомалӣ розием. чӣ ба ҳамин гап ҳамиё намегӯянд? чӣ ба ҳамиё шукрона намекунанд? чӣ ба ё намекунанд? дар ҳоле ки кайфу сафоро ҳамиё мекунанд, ҳамун гули чиза ҳамиё хурдистанд, роҳати дунёро ҳамиё кардистанд, ҳамиё бояд шукрона кунанд. одами азоб мекашид, шукрона чӣ маъне дорад? ба тарафи худо бале шукрона кун. шабу рӯз дар кадом ҳолат ҳастӣ, ба тарафи худованд бояд ту шукрона кунӣ. астағфируллоҳ гӯй, розӣ бошӣ. ай худо, не ки ай бандаш, ту чӣ хел розӣ мешавӣ дар ин пастӣ? як шоир як мисра шеър гуфтааст, амро барои шумо бихонам. бетамизиҳои мардум аз сухан пайдо шавад. пистаи бемағз гар лав вокунад расво шавад. инами усмонзода, унаҳу вазиро, раисо, шумо дидед ки аз суханошон шарманда шуданд. марди мо просто ҳамун камтарак тарс дорад, яъне ира дар дохил бояд ки карикатураҳо мекарданд. гап чап хеле бигӯем таҳлилҳош мекарданд, бояд гапҳоиро. телевизорҳо агар ки воқеан давлатӣ мебуданд, мардумӣ мебуданд, бояд гапҳоиро таҳлил мекарданд. ба як рӯш ба ханда мекашондаш гапша, со таҳлили хандаовариш мекарданд, мазоқ масхараш мекарданд. як рӯи намедонам аҳли қаламаи донишмандаи сиёсатшиносо, сиёсатмадоро ира бояд гапша хеле таҳлил мекарданд ки ин гапш нодуруст буд, иҷаша хато гуфт, ё ки бояд ӯ ин гапа намегуфт, бояд назди мардум ба як одобу ба як эҳтирому ба як тайёрӣ мерафт, яъне гап тайёр мекарданд, медодандаш ки шарманда накуна худша ҳукумата дигар болотаракоша шарманда накуна. аммо надорем, мардуми метарсем, ҳукумат дар дасти як дуздо, як золимои шабакаҳои бигӯем телевизионӣ ҳам ҳамчунин дигар ин ҳам хеле ахмақ мешаванд, моро ахмақ мекунанд. мо ақаллан ҳамин қадар ҳаққи надорем ки амиро як мазоқ бикунем ки ба ҳолшон бихандем. ҳамин қадар ҳаққа барои мо наметан. дар хурсандиҳои моро ё зиқ мекунанд, дар зиқиҳо мо меан маҷбур мекунанд ки бихандем. шумо розӣ бошед. дар атрофи инами суханҳои раиси авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода суҳбат доштем. ҳамватанон азим қариб 2 соат назару фикри шуморо хондем. бисёри шуморо хондем, зеро назару фикрҳои шумо хуб буд. оли баъзеш хубтараш ҳатто дашнома буд, нахондем боша. барои чӣ? барои ҳам вақт нест, ҳам душмонҳоро мумкин нест хондан. бояд ё изо кашанд, якум коре мекунанд, бояд Субҳонзодаи вазифа барканор шава ки обрӯи худша обрӯи ширкатҳоро, обрӯи ҳукумата резон, ҳама болотар обрӯи эмомалиро резон. шояд ки ай вазифа барканориш кунанд. ва дофари дигар ина мо шунавидем ваъдаҳошона гӯё ки амидов ахирон буд. дофари дигар рафта ва ҳамин билетҳо қимат чид, ҳам хеле ба мардум қимат фурӯхтанд, мардум намондан сари вақт парвоз карда. ана баъд ӯ вақт бо мо чӣ мегем? бо мо мегем ки дар инҷа ина бо дурӯғтон гуфтанд, анамҷа эмомалӣ худаш гуногорай, ина чанд ҳолати шид гузашт, таҷриба шид, ҳамин корро ошкор шид,
سایرش نگرفتن در جز نشد اموالی گناگوره پروا نداره پروا نداره. خلاص هموطنان عزیز، با شما بود برادر شما، هموطن همزبان شما سعید بابایف. تا صحبت های آینده در پناه خدا باشین. خداوند ما و شما را حفاظت کنه و سر بلند نصیبان بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.